بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. مانند 9 ماهی که گذشت، ما در شروع برنامه آن روی سکه بزرگترین دروغ آیت الله قزوینی، مدیر شبکه ولایت که زیر نظر آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع بزرگ تقلید شیعیان ایران و جهان اداره میشه و در این شبکه غیر از دروغگویی و تلبیس و خیانت چیز دیگری به خورد بینندگانشون داده نمیشه. این کلیپ نمونه ای از صدها بلکه هزارها دروغی است که روزانه در 24 ساعت شبانه روز در شبکه ولایت پخش میشه. هدف از این دروغ‌ها و تلبیس‌ها و خیانت‌ها ایجاد تفرقه و دشمنی و عداوت در بین مسلمانان توسط این شبکه تکفیری و رافضی است. با همین کلیپ رو می‌بینیم، بعد از انشالله در خدمت شما عزیزان خواهم بود. با ما همراه باشید. قزوینی مکار و دروغگو و تهمت به شیخ الاسلام ابن تیمیه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب منهاج السنه می‌فرماید اصل مذهب شیعه را منافقین و زنادقه بنیان نهادند، برخلاف دیگر مذاهب اهل بدعت مانند خوارج و مرجعه و وعیدیه و قدریه و غیره. اما این آخوند مکار و حیله‌گر سخنان ایشان را قیچی نموده و چنان وانمود می کند که مراد شیخ الاسلام اصل کل مذاهب است، حتی مذاهب اربعه اهل سنت، یعنی حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی. و این در حالی است که شیخ الاسلام ابن تیمیه چند سطر قبل از جمله‌ای که این آخوند می‌خواند رهبران و سران نه تنها مذاهب اربعه بلکه مذاهب اهل بدعت را نیز زندیق و منافق نمی‌خواند، به استثنای رافضیان. با هم این کلیپ را ببینیم. الجزء السادس. آقا تصور کردی جوان عزیز سنی تشریف بردید شما کتابخانه، خلاصه قفسه ها را گشتی، این کتاب را پیدا کردی، جلد 6 پیدا کردی. ببینید اینجا در صفحه 303 ببینید عبارت ابن تیمیه چی عزیز دل من. ما که این دیگه ما که ننوشتیم، ما هم که چاپ نکردیم، تحقیق هم ما نکردیم. این کتاب برای شما عرض کنم در عربستان و سعودی چاپ شده، در 9 جلدم هست. دکتر محمد رشاد سالمم تحقیق کرده از علمای بزرگ اهل سنت. ایشون میاد میگه آقا و اصل المذهب، ریشه مذهب، کاری به شیعه هم نداره. نمیگه مذهب شیعه، مذهب اباضی، کل مذهب. انما ابتدعه زنادقة منافقون. اصلا اصل مذهب را بنیانگذارش ملحدین، زندیق ها و منافقین بودن. مرادشون هم فاسد کردن دین اسلام بوده. بابا اصلا شما مذهب شیعه رو استثناء کنید، زیدی را استثناء کنید، اسماعیلی رو استثناء کنید. آقا بفرمایید آقای جوان حنفی، بفرمایید این حرف آقای ابن تیمیه است نسبت به شما، نسبت به امام اعظم ابو حنیفه. جوان عزیز شافعی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام شافعی. جوان مالکی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام مالک. جوان حنبلی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به احمد ابن حنبل. میگه اصل المذهب انما ابتدعه زنادقة منافقون. خب حکم منافق چیه؟ و قاتل الکفار و المنافقین. حکم زندیق چیه؟ و قاتل ائمة الکفر، یا و قاتل الکفار برای شما عرض کنم کافتن. خب ببینید اینجا میاد حکم درست میکنه و به دنبال این حکم هم فتوای قتل صادر میکنه. شما خیال میکنی اینهایی که الان دارن در یمن، خب این جمعیتی که کشتن نزدیک برای شما عرض کنم
به قول 7000 چقدر جمعیت در یمن کشتن. اینها آیا از این 10,000 یا 8,000 جمعیت اینها 500 نفر شیعه بوده؟ گیریم 1000 نفر شیعه، آیا این 5 یا 6,000 سنی که کشتن اینها گناهشون چه بوده؟ اینهایی که الان نزدیک 70-80 تا مدرسه را ویران کردن، نزدیک 30 تا 40 تا بیمارستان رو ویران کردن، آخه این در کدام دینی، در کدام مذهبه؟ حتی بیمارستان های برای شما عرض کنم بدون مرز را که اصلا اینها رفتن اونجا برای مداوای مجروحین، بیچاره ها، بدبخت ها، خب اینها را برداشتن، اینها نابود کردن. آخه اینها به چه همین فتوا. آقا هر کس وهابی نباشد کافره، هر کس وهابی نباشد منافقه، هر کس وهابی نباشد زندیقه، هر کس وهابی نباشد این مفسد دین هست، باید این بابا نابود بشه. یک دفعه میگم خدایا همین دروغی که من گفتم کرم کن، این دروغ من را به 1000 رکعت نماز تبدیل کن، این دروغ من رو به یک زیارت امام حسین، به یک زیارتی که مکه مکرمه تبدیل کن. یعنی خدا تبدیل میکنه؟ بله. منهاج السنة النبویه جلد 6 صفحه 302. وليس في الطوائف أكثر تكذيبا بالصدق وتصديقا بالكذب من الرافضة، فإن رؤوس مذهبهم وأئمته الذين ابتدعوه وأسسوه كانوا منافقين زنادقة، كما ذكر ذلك عن غير واحد من أهل العلم، وهذا ظاهر لمن تأمله، بخلاف قول الخوارج، فإنه كان عن جهل بالتأول القرآن وغلو في تعظيم الذنوب، وكذلك قول الوعيدية والقدرية كان عن تعظيم الذنوب، وكذلك قول المرجئة كان أصل مقصودهم نفي التكفير عن من صدق الرسل. ولهذا رؤوس المذاهب التي ابتدعوها لم يقل أحد أنهم زنادقة منافقون، بخلاف الرافضة، فإن رؤوسهم كانوا كذلك، مع أن كثيرا منهم ليسوا منافقين ولا كفارا، بل بعضهم له إيمان وعمل صالح، ومنهم من هو مخطئ يغفر له خطاياه، ومنهم من هو صاحب ذنب يرجى له مغفرة الله، لكن الجهل بمعنى القرآن والحديث شامل لهم كلهم، فليس فيهم إمام من أئمة المسلمين في العلم والدين، وأصل المذهب إنما ابتدعه زنادقة منافقون مرادهم إفساد دين الإسلام. در میان فرقه ها هیچ فرقه‌ای مانند روافض راستی را تکذیب و دروغ را تصدیق نمی کنند، چرا که سران و رهبرانی که این مذهب را درست کردند همان گونه که بسیاری از اهل علم گفتند عده‌ای منافق زندیق بودند، و این مسئله برای کسی که بیندیشد واضح و آشکار است، برخلاف خوارج که اساس مذهب آنها از روی جهالت و نادانی به تأویل قرآن و غلو و زیاده‌روی در بزرگ دانستن گناهان بود، و همچنین مشکل وعیدیه و قدریه از روی زیاده‌روی در بزرگ دانستن گناهان بود، و همچنین مرجئه اصل مذهب آنها نفی تکفیر از کسانی بود که دعوت پیامبران را تصدیق کردند. به همین علت کسی رهبرانی که این مذهب را اختراع کردند زندیق و منافق نخوانده است، برخلاف رافضه که رهبرانشان چنین بودند. با وجود این که بسیاری از آنان منافق و کافر نیستند، بلکه برخی از آنان ایمان و عمل صالح دارند و برخی دیگر اشتباهاتی انجام می‌دهند که بخشیده می‌شود، و برخی دیگر لغزش‌هایی دارند که امید از خداوند آنان را ببخشاید، اما جهل و نادانی به قرآن و حدیث شامل همه آنان می‌شود و آنان هیچ امامی در میان مسلمانان ندارند و اصل مذهب را عده‌ای زندیق منافق به قصد فاسد کردن دین اسلام ساختند. بینندگان عزیز، آنچه از سخنان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مشخص است این است که ایشان پایه‌گذاران مذاهب مبتدعی چون خوارج و قدریه
و وعیدیه و مرجعه را منافق و زندیق نمی‌داند تا چه برسد به مذاهب چهارگانه اهل سنت، بلکه پایه‌گذاران مذهب رافضه را جزو منافقین و زنادقه می‌داند. اما آخوند قزوینی طبق عادت دیرینه خود سخنان ایشان را قیچی نموده و چنان وانمود می‌کند که ابن تیمیه ائمه اربعه را منافق و زندیق دانسته و عجیبتر این که بر پایه این اصل دروغی که بنا نهاده نتیجه گیری می‌کند ابن تیمیه فتوای قتل اهل سنت را داده است. به راستی ابلیس بایستی نزد این آخوند تعلیم ببیند. اما دیدگاه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مورد ائمه اربعه چیست؟ ایشان در فتاوای خود بیش از 400 مورد اتفاق ائمه چهارگانه اهل سنت ابو حنیفه، مالک و شافعی و احمد را نقل می کند و در صدها مورد فتاوای آنان را به صورت انفرادی ذکر می کند و بسیاری از اقوال را به علت مخالفت با ائمه مسلمین و از جمله ائمه اربعه مردود می داند. برای مثال در مجموع الفتاوا جلد 7 صفحه 402 می گوید: من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق مثل الأئمة الأربعة وغيرهم كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب. از رحمت الله به بندگان مسلمانش این است که امامانی که نام نیک در میان امت دارند مانند ائمه اربعه و دیگران مانند مالک و ثوری و اوزاعی و لیث بن سعد و شافعی و احمد و اسحاق و ابو عبید و ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد مخالف اقوال جهمیه در مسئله قرآن و ایمان و صفات پروردگار بودند. اونی که دروغ میگه معلومه اول ما خلق الله مشکل داره. اینها به طور دروغ میگن، شیطان به دروغ اینها احتیاج داره. شیطان به دروغ اینها احتیاج داره. بله بینندگان عزیز و گرامی، دیدید دروغ بزرگ آیت الله دکتر حسینی قزوینی، مدیر شبکه ولایت، شیخ مفید زمان، که متاسفانه بیش از 13 گروه علمی و بیش از 200 تا کارشناس مجتهد و استاد حوزه و دانشگاه در این شبکه این دروغ ها رو برای ایشون آماده میکنن تا به خورد مردم بدن. کلیپ دیگری هست، دوستان اگر بتونن آمادش بکنن، کلیپ دروغ ایشون به شهرستانی که هفته گذشته هم این کلیپ رو، دروغ قزوینی به شهرستانی، این کلیپ رو هم دوستان آماده بکنن که این رو هم پخش بکنیم. من قبل از اینکه کلیپ آماده بشه اگر تصویر رو نشون بدن دوستان، این کتاب الملل و النحل هست از شهرستانی. در اینجا اینم شناسنامش. در صفحه 93 ایشون میفرماید فاما مشبهت الشیعه فستأتی مقالات فی باب الغلات. در اینجا ایشون میاد در مورد کسایی که اهل تشبیه و تجسیم و اینا هستن از شیعه و غیره صحبت میکنه. بعد در صفحه بعد همچنین مطالب دیگری داره در این مورد. بعد صفحه بعد صفحه 95 و در اینجا
من صفحه قبلش رو خدمتون نشون بدم. در اینجا میگه که قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتان الله سبحانه و تعالی است. بعد در اینجا میگه وضع یده او کفه علی کتفی، میگه دستش رو گذاشت بر کتف من، حتی وجدت برد انامیله، تا اینکه من اون به اصطلاح سردی انگشتانش رو احساس کردم. این روایت ها رو میاره. بعد میگه الاخبار اکاذیب وزعوها و نسبوها الی النبی علیه السلام. این اخبار، این احادیث دروغ رو وضع کردن، یعنی ساختن و اینو نسبت دادن به کی؟ به رسول الله صلی الله علیه وسلم. و اکثرها مقتبسه من الیهود، که اکثر اینها از یهود گرفته شده. فإن التشبیه فیهم تبع، این طبع اوناست که تشبیه میکنن. حتی قالوا اشتکت عیناه فعادته الملائکه، تا اینکه میگه الله علیاذ بالله چشم درد گرفت و ملائکه به عیادتش رفتن. میگه این چیزا همه مال چی است؟ مال یهود است. و بکى علی طوفان نوح حتی رمدت، و الله گریه کرد بر طوفان نوح تا اینکه طوفان رمدت عینه، تا اینکه الله سبحانه و تعالی چی شد؟ چشم درد گرفت. اینا رو میگه که همه اینها دروغ‌هایی است که یهود ساختن و شیعیان و غیره گروه‌های منحرف اینها را از کیا گرفتن؟ از یهود گرفتن. تشکر میکنم از دوستان. الان شما کلیپ رو ببینید که این آخوند خبیث و دروغگو و مدلس این مطلب رو به کی نسبت میده. با هم کلیپ رو ببینیم. خیانت آخوند قزوینی در نقل قول از شهرستانی. و جالب اینه شهرستانی نقل میکنه از خرافات همین آقایانی که قائل به تجسیم هستن. میگه اینها برای شما عرض کنم کار رو به جایی رساندن که وقتی میگن خدا یا عالم چشم داره، خب کسی چشم داشته باشه یه روزی هم چشم درد میگیره، یه روزی هم چشماش ضعیف میشه، احتیاج به عینک داره. خلاصه حالا ما نمیدونم خدای عالم به کدام عینک سازی باید مراجعه کنه، یا گوشش سنگین میشه کجا باید بره سمعک بخره. ولی ایشون میگه اشتکت عینا فعادت الملائکه، میگه بعضی وقتا خدای عالم چشمش درد میکنه، نستجیر بالله، ملائکه میرن به عیادت او. برادران عزیز، سروران گرامی، این توحیدی که ما را آقایان وهابی ها دعوت میکنن، ابن تیمیه ما را دعوت میکنه، این توحیده، این توحید ضد قرآنی، این توحید ضد سنت نبی مکرم. آقایان این عبارتی که من عرض کردم میتونن کتاب الملل و نحل شهرستانی جلد اول صفحه 153 را ببینن. عقیده باطل تجسیم یا تصور الله متعال به صورت یک جسم مخلوق ابتدا در میان یهودیان شهرت یافت، اما اولین کسانی که آن را در میان مسلمانان رواج دادند شیعیان بودند. راویان و علمای بزرگی از شیعه چون هشام بن سالم جوالیقی، یونس بن عبدالرحمن قمی و ابو جعفر احول اهل تجسیم و تشبیه بودند و همه این افراد از جمله کسانی هستند که از نظر امامیه در نقل مذهب شیعه مورد اعتماد و ثقه می باشند. نگاه اعیان شیعه جلد 1 صفحه 106 و اصول شیعه امامیه جلد 2 صفحه 641. حال آخوند قزوینی برای اینکه اهل سنت را به دروغ متهم به تجسیم کند، عبارتی از کتاب الملل و نحل شهرستانی را قطع و برید نموده تا اینگونه وانمود کند که اهل سنت یا به تعبیر خودش وهابیت قائل به تجسیمند. شهرستانی در این بخش از کتابش از شیعه که بنیانگذاران تشبیه و تجسیم هستند سخن میگوید و برخی از اعتقادات باطل آنان در مورد الله متعال را به عنوان نمونه ذکر می نماید. عبارت کامل کتاب این است: مشبهه احادیث دروغین ساخته
و به پیامبر اکرم علیه السلام نسبت دادند و اکثر این روایات ساختگی برگرفته از یهود می باشد، زیرا تشبیه اساس آیین یهود است، تا جایی که گفتند چشمان الله تبارک و تعالی به درد آمد و ملائکه به عیادت او رفتند و الله بر طوفان نوح که باعث نابودی انسانها شد به قدری گریه کرد که چشمانش به درد آمد و تار گردید. حال آخوند قزوینی دروغگو با کمال بی‌حیایی و بیشرمی این کلام شهرستانی را که درباره باور باطل گروهی از شیعه است به اهل سنت نسبت داده و ادعا می کند که این اعتقاد ابن تیمیه و به قول خودش وهابیت است. حال به نظر شما به چنین انسان دروغگو و خیانتکاری که با تدلیس و دروغ اعتقاد خود و رهبرانش را به اهل سنت نسبت می دهد چه باید گفت؟ فلانی روایات ما را صدرش میخوانه، ذیلش نمیخوانه، چنین و چنان و سر صدا ایجاد کردن. ما دروغگوی ماهر و مکار. حالا بفرمایید مردم قضاوت کنن، ما هیچی نمیگیم. ما نمیگیم اینها دروغگو هستن، مکار هستن، ماهر هستن، چی هستن. خود دوستان بیننده شیعه و سنی ما روایت را آوردیم رو آنتن، آقایان دیدن. اینها به طور دروغ میگن. شیطان به دروغ اینها احتیاج داره. شیطان به دروغ اینها احتیاج داره. امیرالمومنین میفرماد که اصلا ویژگی منافق این است که با دروغ خودش رو آرایش میده. یعنی تلاش میکنه حیات او و زندگی او و بقای او با دروغ هست. اگر دروغ را از زندگیش حذف کند دیگه هیچ ارزشی ندارد. و سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز گرامی. دیدید اینم دروغ آشکاری که این آخوند مدلس و دروغگو در شبکه تکفیری رافضی ولایت به شهرستانی و به علمای اهل سنت نسبت میداد، در حالی که من قبلا هم خدمتتون نشون دادم که این مطلب رو در کتاب الملل و النحل شهرستانی به یهود نسبت میده. دوستان یک بار دیگر اگر این تصویر رو نشون بدن، این تصویر کتاب است. در اینجا میگه که و اکثر مقتبسة من اليهود فإن التشبيه فيهم تبع حتى قالوا اشتكت عيناه فعادته الملائكه. این میگه تشبیه به اصطلاح از طبیعت یهود است و کسایی هم که نقل کردن این موارد رو از یهود گرفتن، حتی که یهود گفتن که خدا چشم درد گرفت و ملائکه به عیادتش اومدن. تشکر میکنم دوستان. از همین لحظه شماره تلفن برنامه رو عزیزانمون زیرنویس کردن و شما بزرگواران میتونید تماس بگیرید و در مورد مطالبی که مطرح شده صحبت بکنید. و عزیزان مخالفی که تماس میگیرن، من توصیه میکنم که خونسردیشون رو حفظ کنن اولا و با ادب و با احترام صحبت بکنن. من قبل از اینکه شروع کنیم به گرفتن تماس های شما عزیزان، این نکته رو یادآوری میکنم که اگر کسی توهین بکنه به امهات المؤمنین و به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من صداشو قطع میکنم و نمیذارم صحبت بکنه. اما اگر میخوان بحث علمی بکنن، شبهه مطرح بکنن، با ادب و با احترام، بدون دستکاری در ترجمه یا تفسیر حدیث یا آیه،
شبهشون رو مطرح بکنن با ادب و احترام. ما هم انشالله سعی میکنیم تا حد امکان پاسخ بدیم. اولین تماس رو میگیریم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو، خسته نباشید آقای انصاری. سلامت باشید. من از اهواز زنگ میزنم. اسمتون؟ میشه عربی حرف بزنم بهتره؟ لطفاً خودتون رو معرفی بکنید بعد حرف بزنید انشاءالله. أنا معك محمد من الأحوال. تفضل يا أخ محمد. أستاذ محمد أنصاري، إحنا نتشكرك جزيل الشكر، كل شعب الأهوازي يتشكرك على هاي برامجك الطيبة جزاكم الله خير. وعلى جهودك المبذورة، وأنا اهتديت من قناة وصال الحق. بارك الله فيك، حفظك الله. والحمد لله واشكره. وانا احاول من زمان اتصل بكم بس لكن الاستخبارات مانعتني ولا اقدر اتصل، ولكن اتصلت لكن انت تعرف الاوضاع. الحمد لله على كل حال. بارك الله فيك اخي محمد. اشكرك جزاك الله خير. بارك الله فيك، حفظكم الله. في امان الله. في امان الله. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. تماس بعدی سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید، خوبید ان شاء الله. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ الو. بله خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید برادر عزیز؟ حسینی هستم از اهواز زنگ میزنم. خوبید آقای انصاری؟ سلامت باشید آقای حسینی. نظرتون در مورد کلیپایی که پخش کردیم بفرمایید، بعد اگر سوال دیگری داشتید انشالله جواب خواهیم. والا من اونا رو ندیدم آقای انصاری، ولی خب من راجع به پروگری ای آخوندا میخوام حرف بزنم. بفرمایید. صدای تلویزیون رو ببندید و با تلفن صحبت کنید آقای حسینی. والا آقای انصاری، والا چی بگم، اینا مملکت ایران به لجن کشوندن یا آخوندا. یعنی خدا وکیل به مردم به فقر و گشنگی کشوندن. خدا لعنتشون کنه. خدا آبروشون رو ببره به حق پنجتن. آمین. که چنین با آبرو مردم دارن بازی میکنن. دم از اسلام و همش دروغ، همش دروغ خدا وکیلی. درست. تشکر آقای حسینی. بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. زنده باشید. زنده باشید، سلامت باشید. تماس بعدی سلام علیکم، بفرمایید. بله. بله بفرمایید. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. استاد محترم، بعد سلام. همین کلیپ مادر امام زمان چند بار شما در برنامه گذشتهتان تکرار کردین اما نگذاشتین. بعد از برنامه پخش شد. بازم انشالله امشب بعد از برنامه دوباره پخش خواهد شد انشالله. انوش هستم از فرانسه. انشالله بعد از برنامه دوباره پخش میکنیم. شما زنده باشین، سلامت باشین. سلامت باشید برادر عزیز. الله متعالفسون کنه. تماس بعدی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده بعدی بفرمایید. سلام علیکم. سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری، بله بفرمایید. واسه جناب خسته نباشید. ممنون، برنامه خوبتون. سلامت باشید. تماس ایشون قطع شد. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز خوب هستید؟ سلامت باشید برادر گرامی، بفرمایید. استاد عزیز، ما شما را بسیار دوست داریم
و در حق ما یعنی بسیار دعا کنین که انشالله تقوی ما بیشتر شوه و خداوند شما را فقط موفق نگاه کنه. سلامت باشید. الله متعال خیر دنیا و آخرت رو به شما نصیب کنه. الله حافظتان. تشکر از شما. خدا نگهدار. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. خیلی شما خسته نباشید میگم. درخواست داشتم که در مورد کلیپ هایی که پخش میکنی یه کلیپ هم در مورد دزدی خود از پارچه فروشی اگه میشه آقای مولازاده آقای گفتن پخش کنید. حتما انشاءالله کلیپی هم در مورد دوران جوانی رهبر معظم انقلاب شما و دزدی‌های بزرگی که ایشون و مجتبی خامنه‌ای و طفل 1 میلیون پوندی ایشون که از جیب ملت ایران دزدیدن و خانمشون رو بردن که معلوم نیست از کدوم مرد بریتانیایی در اونجا حامله شد و کودکی رو به دنیا آورد که میگن حدود 1 میلیون پوند دقیقاً خرج این کودک شده. و انشالله در مورد این دزدی‌های آقای مجتبی خامنه‌ای و همچنین در مورد دوران جوانی رهبر معظم انقلابتون که در حمام منصور مشهد خاطره‌ها دارن، لات‌ها و سیبیل کلفت‌های مشهد از ایشون، انشالله حتما در این موردم کلیپ‌های پخش خواهیم کرد. شما همچنان منتظر بمونید و انتظارتون طول نخواهد کشید. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. تماس بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام برادر انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. سلامت باشید. خوب هستیم برادر. الحمدلله. خواستم تشکر کنم از برنامه عزیزتون، برنامه خوبتون، برنامه بسیار جالبتون و همین که از این آدم‌هایی که واقعا مؤمن نیستن و فقط به اسم اسلام میآیند و از المؤمنین عایشه تهمت میزنن، بعد میگن، بگم که من واقعا شرمندم و از اینکه شما اینجوری جواب اینا رو میدید و اول میگید جواب سوال برنامه رو بدید بعد راجع به چیز دیگه صحبت کنید، بسیار عالی و خیلی هم خوب. من بازم متشکرم و از این آقایونم خواهش میکنم از این انسان‌های ناپاک که میان به المؤمنین عایشه تهمت‌های ناروا و بیجا میزنن که خداوند کریم و رحیم میفرماید المؤمنین عایشه مادر مؤمنین و از صدیقین و پاکان است. انشاءالله که خداوند همه ما رو به راه راست هدایت فرماید. آمین. و السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تماس بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری. بله بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام خسته سلامت باشید. بفرمایید لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید. الو. بله بفرمایید. آقای انصاری. بفرمایید. ببخشید سوال داشتم. اگر در مورد موضوعات برنامه است بفرمایید. سوالات شرعی رو در برنامه پرسش و پاسخ میتونید بپرسید. نه همیشه زنگ زدم موافق نشدم سوالم بپرسم چون گوشیم جواب نداری. بعد می‌خواستم سوال بعد بپرسم. بفرمایید. این که مثلا با طالبان مثلا جوره هست که دست یا نه. متوجه نشدم. یک بار دیگه واضح‌تر سوالتون رو مطرح کنید. میگم این تو افغانستان مثلا با طالبان باشی که بری جهاد کنی آیا این جهاد هست یا نیست؟ اینا الکیه دروغ نه. باشه چشم در این مورد صحبت میکنم. دست برای توضیح بدید. خدا خیرتون بده. دعا کنید ان شاء الله. زنده باشید. خدا نگهدار. خدا. ببینید جهاد به اسم افراد و گروه‌ها و احزاب شناخته نمیشه. جهاد وقتی که اون شروطی که جهاد داره ایجاد شد و اون موقعیتی که جهاد باید صورت بگیره به وجود اومد، جهاد بر هر مرد و زن مسلمان، بر هر انسانی که ایمان داره به الله و رسولش فرض هست. البته در قضیه فرضیت جهاد
وقتی که نفیر عام اعلان میشه، یکی از کشورهای اسلامی مورد حمله کفار قرار میگیره و امیر مسلمان ها یا حاکم مسلمان ها در اونجا اعلان نفیر عام میکنه، یعنی آماده باش عمومی، جهاد بر همه فرض هست. بعد از اون کشورهای همسایه، کسانی که در نزدیکی این منطقه اسلامی هستند، اگر که مسلمان ها در اونجا نتونستند و نمیتوانستند در مقابل این کفار ایستادگی بکنن، به ترتیب همینطور بر کشورهای همسایه، بر کشورهایی که در کنار اونها هستن، با اونها نزدیک هستن، جهاد فرض میشه. در زمانی که آماده باش عمومی نباشه و جهاد یعنی فرض عین نباشه بر مسلمان ها، یعنی کشور اسلامی اشغال نشده باشه، در اون صورت جهاد فرض کفایی است. یعنی اگر گروهی از مسلمان ها برای جهاد میرن، در مقابل دشمنان ایستادگی میکنن و نیرو و توانشو دارن، این فرض از بقیه مسلمان ها ساقط میشه و هر کس به اندازه استطاعت خودش باید در جهاد شرکت بکنه. کسی میتونه با نفس خودش بره در جهاد شرکت بکنه، کسی میتونه با مال خودش شرکت بکنه، کسی میتونه مجاهدی رو در راه خدا آماده بکنه، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که کسی که مجاهدی رو برای جهاد آماده میکنه مانند کسی است که خودش جهاد کرده باشه. جاهدوا باموالکم و انفسکم، اول مال ذکر شده، بعد نفس ذکر شده. در راه خدا جهاد بکنید با مالهایتان و با نفسهایتان. در مورد قضیه طالبان و افغانستان، متاسفانه امروز فتنه و فساد زیادی چه در بین طالبان و چه در بین بقیه احزاب و گروه های اسلامی، حتی در بین حکومت وجود داره. امروز میبینیم که طالبان تعدادی مثلا در جنوب غرب افغانستان خودشون رو به ایران فروختن، یا اصلا طالبانی هستن که به نام طالب از طرف ایران کمک میشن، تمویل میشن و سیاست‌های ایران رو پیاده میکنن. گروهی هم خودشون رو به پاکستان و استخبارات پاکستان فروختن و آنچه که ISI پاکستان میگه اون رو پیاده میکنن در افغانستان. و جدیداً گروهی هم خودشون رو به چین و به روسیه و به اینها فروختن و میخوان سیاست‌های اونها رو در افغانستان پیاده بکنن. فعلا وضعیت طوری است که یعنی دوران فتنه است. یعنی من بر این عقیده هستم که جهاد بر علیه کفار، خاصتا بر علیه آمریکایی ها که در کشورهای اسلامی وجود دارند و اشغال کردن کشورهای اسلامی رو، حکومت‌های اسلامی رو سرنگون کردن و در اونجا دارن حکومت میکنن، بمباران میکنن، ظلم میکنن، ملت بیگناه رو میکشن، این فرض است. در این ما حرفی نداریم، چه آمریکا باشه، چه روسیه باشه، چه هر کشور کفری دیگه که بر مسلمان ها حمله بکنه، جهاد در مقابل اونها فرض است. اینجا اشکال در جهاد نیست، شبهه در جهاد نیست. شبهه بالای کسانی است که امروز ادعای مجاهد بودن و جهاد و مقاومت میکنن. مثلا در همین افغانستان شما تصور بکنید سالها پیش، 14-15 سال پیش، وقتی که آمریکایی‌ها حمله کردن، تعدادی از مردمان مخلص در مقابل جنایت‌های آمریکا، در مقابل حملات شبانهشون به خانه‌های مردم، بمباران مناطق مسکونی، حتی مثلا مراسم عروسی رو بمباران کردن، نمونه‌اش در شیندن، در ارزگان، در بادغیس، کل کسانی که در اون محفل بودن، مثلا 300-400 نفر، همه رو نابود کردن. خب عده‌ای مردم سلاح به دست گرفتن، در مقابل اینها جهاد کردن. بعد از اینکه مقاومت رشد کرد و مناطقی رو از دست اونها آزاد کردن، در اینجا بود که دشمنان از 4 طرف دوباره اومدن و هر گروهی، هر استخباراتی، هر کشوری برای خودش یک طالبی درست کرد. همان گونه که در دوران جهاد با روس‌ها در افغانستان هر کشوری یک حزبی رو کمک میکرد و سیاست‌های خود از طریق این حزب در اونجا پیاده میکرد. ایران بیش از 12 حزب شیعه، انقلاب اسلامی افغانستان، پاسداران افغانستان، حزب الله افغانستان، حرکت اسلامی افغانستان، تا اینکه این 12-13 گروه رو جمع کردن به نام حزب وحدت، یکی کردن. اینا گروه های شیعه بودن. گروه های سنی تقریبا حدود 7 یا 8 سازمان بودن: حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، جبهه نجات اسلامی، معاذ اسلامی، حرکت انقلاب اسلامی، اتحاد اسلامی. بعدا اینها جمع شدن یا حزب اسلامی حکمتیار، حزب اسلامی مال خالص،
اینا را جمع کردن در یک اتحادی به نام اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان که به رهبری سیاف بود. بعد از مدتی سیاف حزب جدیدی برای خودش درست کرد به نام اتحاد اسلامی. همون حزب و همون آرم و نشان یک حزب شخصی برای ایشون شد و بقیه سازمان ها جدا شدن. همون مجاهدینی که یک زمانی با اخلاص در مقابل روس ها می جنگیدن، اونها رو کسی بعد از خروج روس ها اصلا ذکری از اونها نشد. هده قدرت پرست، هده شهوتران، هده خودفروش، وطن فروش، دین فروش به نام جهاد، به نام اسلام شروع کردن به جنگ های داخلی، به غارت کردن کابل، به خراب کردن خانه های مردم، به جنگ بر سر قدرت، که همین جنگ ها، همین بدبختی ها، همین فساد و فتنه ای که این رهبران دین فروش و وطن فروش به نام جهاد و مجاهد در افغانستان برای انداختن سبب شد که گروه طالبان به وجود بیاد. بعد از اون طالبان هم آلای دست کشورهای منطقه و استخبارات کشورهای بزرگ در دنیا قرار گرفتن و شاهد بودیم اعمال زشتی که انجام دادن در افغانستان به نام امر به معروف، به نام امارت اسلامی، به نام دین، به نام اسلام. و بعد از اینکه یعنی فتنه و فساد اونها هم به اوج رسید، خداوند اونها رو هم از بین برد و عده‌ای اومدن افغانستان رو به آمریکا فروختن. در کنفرانس بن آمریکایی‌ها رو آوردن، همون کسایی که دیروز با ببرک کارمل و با حفیظ الله امین می جنگیدن که اینها روسا رو آوردن در افغانستان، افغانستان رو اشغال کرده روسا، همین آمدن افغانستان رو با آمریکا فروختن، آمریکا آمد افغانستان رو اشغال کرد و این سلسله ادامه داده. نصیحت من به جوانها، خاصتا به شما برادر عزیز و بزرگوار، این است که امروز اگر جهاد واقعی هم در افغانستان وجود داشته باشه نیاز به شما ندارند و بهتر همون است که شما در منطقه خودتون، در کشور خودتون، در فکر اصلاح، در فکر امر به معروف، در فکر تعلیم دین، در فکر اصلاح جامعه خودتون باشید. و اگر روزی نیاز شد و اونایی که واقعا به خاطر خدا جهاد میکنن اعلان کردن، درخواست کمک کردن از مسلمان ها، در اون موقع شما میتونید به ندای اونها، البته بعد از تثبت، بعد از تحقیق، لبیک بگویید. ما میبینیم که امروز در عراق، در سوریه به نام جهاد چقدر از جوانهای مسلمان را از تاجیکستان، از افغانستان، از کشورهای مختلف بردن اونجا، همین در گروه به اصطلاح خودشون دولت اسلامی یا داعش به نامهای مختلف. و امروز میبینیم که با پیاده کردن نقشه های آمریکا و ایران در منطقه، همین داعشیا آلت دست روافض و آمریکا قرار گرفتن و چوب سوخت این جنگ ها همین جوانان مخلصی است که به نام های مختلف اینا رو فریب میدن، از کشورشون میبرن و راه بازگشتی هم ندارن. امروز صدها هزارها نفر از جوانان تاجیک آرزو دارن که پس دوباره برگردن به تاجیکستان، اما نمیتونن. چرا؟ به مجرد اینکه برگردن KGB و به اصطلاح استخبارات تاجیکستان اینا رو تعقیب میکنه، زندان میکنه یا اعدام میکنه و اگر اونجا بمونن چوب سوخت جنگ های قرار میگیرن که سیاست های ایران و آمریکا و دشمنان اسلام رو داره پیاده میکنه. تشکر میکنم از این برادر عزیز و گرامی، همچنین از اون بیننده عزیزی که در مورد توهین های روافض به ام المؤمنین عایشه صدیقه و بقیه صحابه ذکر کردن. اینها مذهبشون هست، این دینشون هست. اینا به صحابه توهین نکنن، به امهات المؤمنین توهین نکنن. دیروز روایتی رو آوردن که گویا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اعتقاد داشته به این که علیاذ بالله همسر پیامبر زنا کرده. وقتی که جوابشون رو دادیم رفتن که روایت دیگری رو از این روایت با قلب‌های مریضشون این استنباط رو کردن که گویا ابوبکر هم این اعتقاد رو داشته. اینها مریضن، بیمارن و ما گفتیم که صحابه و امهات المؤمنین خط قرمز ما هستن. اگر بخوان که روی این مسائل صحبت بکنن و تهمت بزنن، افترا بزنن، ما تهمت و افترا نمیزنیم، اما حقیقتی رو که میخوام به شما عزیزان بگم اینه که همین شیعیان رافضی همین تهمتی رو که به ام المؤمنین عایشه صدیقه میزنن، همین تهمت ها رو در
طول تاریخ اسلام بر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زدن. تهمت بیغیرتی به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، تهمت شهوترانی و زناکاری به امام حسن و به امام باقر، به امام کاظم و ائمه بزرگوار، امامان بزرگوار اهل بیت رو، بعضی از اینها رو بهشون نسبت زنازادگی زدن، گفتن اینا حرامزاده هستن، زنازاده هستن و در کتاب های اینا موجود است که انشالله در فرصت مناسب اینا رو نشون خواهم داد. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شما خوبه؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ آقای انصاری، من از زاهدان تماس میگیرم. اسمتون؟ من عبدالله هستم آقای انصاری. آقا عبدالله، بفرمایید. آقا عبدالله، نظرتون در مورد کلیپ های دروغ قزوینی که پخش کردیم چیه؟ آقای انصاری، من الان صحبت های شما رو گوش دادم. گفتید که یک سری که باعث شدن در افغانستان طالبان به وجود بیاد اینا. من واقعا از این قضیه ناراحتم آقای انصاری که یک عده واقعا نمیدونم آب به آسیاب دشمن میریزن. الان یک علمایی هستن در افغانستان که از رژیم ایران طرفداری میکنند آقای انصاری، مثلا آقای مولوی حبیب الله. برادر عزیز، در مورد اسم نگیرید، اشخاص را اسم نگیرید. در این مورد شما هفته گذشته هم تماس گرفتید، من جواب شما رو دادم و خواهش میکنم که اسم افراد رو نگیرید. بله چشم. اینا که میگن که رژیم ایران که بسیار خوبه و این شما میگوین که شما از این شبکه‌های وصال حق از وهابیت پول میگیره، از عربستان پول میگیره، از رژیم ایران حمایت میکنن و خیلی دیگه. من نمیدونم اینا دنبال چه هستن. خدا هدایتشون بده، براشون طلب هدایت بکنید. ثانیاً الله سبحانه و تعالی به بینندگان ما عقل و شعور و فهم داده، دارن میبینن که ما چی میگیم. من در یکی از برنامه‌ها این رو ذکرم کردم که اگر غیر از قال الله و قال رسول هر حرفی که ما در اینجا زدیم یا هر حرفی که خلاف دین، خلاف شریعت و خلاف عقل و فطرت سالم بشری و انسانی و اسلامی باشه، بزنید به دیوار، قبول نکنید. الله سبحانه و تعالی همینو از ما میخواد. فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت و مژده باد بر اون بندگانم که سخنها را میشنوند و از بهترینش پیروی میکنند. تشکر از شما برادر عزیز. آقای انصاری، بعضی از مردم ساده هستن و تشکر از شما. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری، سلام علیکم. آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. عبدالغفار هستم. آقای سلام میاد آقای انصاری. عبدالغفار هستم. عبدالغفار برادر عزیز، از کجا تماس میگیرید؟ از شیراز، جنوب شیراز، فساد. بفرمایید. این شخصی که الان قبل از من گفت بعضی از علمای اهل سنت هستن که در افغانستان از رژیم ایران حمایت کنند. ببینید این افراد کم نیستن. مولوی خداداد صالح رئیس شورای، من خواهش کردم از شما عزیزان که اسم کسی رو نبرید. خواهشاً اسم نبرید. شما فارسی متوجه نیستید برادر عزیز. آقای عبدالغفار، اسم نبرید. اگر که اسم میبرید با سند و با مدرک صحبت بکنید. اگر ما گاهی اگر اسمی از کسی بردیم، کلیپش رو نشون دادیم، بعد از اینکه کلیپش رو نشون دادیم یا اطلاعیه یا بیانیه یا فتواش، بر اساس اون صحبت کردیم. خواهشاً شما اگر که سند و مدرکی دارید، صدایی دارید از ایشون، تصویری دارید، فتوایی دارید، بفرستید. بعد از اون میتونید در موردش صحبت بکنید، اسمشو بگیرید، کلی صحبت بکنید، اسم کسی رو نبرید. آقای عبدالغفار، نظرتون در مورد دروغ قزوینی رو اول بفرمایید. جان، یک بار دیگه سوالتون رو بفرمایید. نظرتون در مورد دروغ آیت الله قزوینی. ببینید، اول این شما فرمودید اسم نبرم، چشم. سایت پرسشگران رو، آقای محترم برادر عزیز، نظرتون در مورد دروغ آیت الله قزوینی رو بفرمایید. بعد از اون ان شاء الله مطلب دیگری داشتید میشنویم. شما چرا نمیذارید من
من چون شماها رو میشناسم، پوست شماها رو من در چرمگری میشناسم که شماها از چه قماشی هستید و برای چی تماس میگیرید و هدفتون چی است. شماها یک مشت منافق فتنگر هستید که سازمان تبلیغات اسلامی تلفن‌های مجانی در اختیارتون قرار داده که شما فقط بیاید اینجا شبهه پراکنی بکنید، پارازیت پخش بکنید. اگر شما مرض و غرضی ندارید، شما در مورد دروغ قزوینی چرا صحبت نمی‌کنید؟ من ببینید قبل از اینکه شماها رو اونجا سازمان اطلاعات و سازمان تبلیغات اسلامی شما رو تعیین بکنه، من لو هولد میگذارم که گوش کنی حرف منو گوش کن، بعد از اون انشالله من وقت میدم که صحبت بکنی. من قبل از اینکه سازمان تبلیغات اسلامی شما رو تعیین بکنه و براتون اسم بگذاره که به نامهای اهل سنت برید به این شبکه‌ها زنگ بزنید و فلان فلان مطلب رو مطرح بکنید، اخبار شما قبل از این چیزا به ما میرسه از داخل خودتون و اینکه چند نفر هستید و چقدر شماره تلفن در اختیارتون هست، چقدر سیم کارت در اختیارتون هست، همه اینا رو ما اطلاع داریم. منتها شما اگر مرد هستید، غیرت دارید، با اسم اصلی خودتون بیایید. اولا که با اسم اهل سنت نیایید، ادعای دروغ نکنید که اهل سنت هستید. ثانیاً اگر راست میگید در مورد دروغ آخوند دروغگو و مدلس که در شبکه تکفیری رافضی ولایت صبح تا شام در پی تفرقه افکنی در بین امت اسلامی چرا صحبت نمی‌کنید؟ آقای انصاری، من با آقای قزوینی و امثالهم هیچ کاری ندارم. ما هم به شما کاری نداریم. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. تماس بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری. سلامت باشید. تشکر از شما، بفرمایید. شما می‌خواستید در مورد کلیپ آقای قزوینی بگم. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ مهدی محمدی هستم. آقای مهدی از تهران. بفرمایید آقا مهدی. آقای انصاری، به والله قسم اینا اگه بخوان راستشو به این مردم بگن، ببخشید لذت شکم خود با زیر شکم خود رو از دست میدن. ببخشید من حرفو میزنم، خیلی هم عرض میخوام. اینا اینجوری هستن آقای انصاری، اینا بخوان راستشو بگن این دو تا چیز از دست میدن. درست. به خدا این زنگ میزنن، توهین میکنن، نمیدونیم ما اینجا چی میکشیم. قسم به خدا نمیدونم. وقتی که خداوند خودش برای ام المؤمنین عایشه اصلا نمیدونم چی بگم، آدم از شش در میاد، نمیدونم اینا چجوری میتونن توهین کنن. ببخشید مزاحم شدم آقای انصاری، خیلی دوستتون دارم، خسته نباشید. تشکر مهدی جان، الله مطالبتون کنه. تشکر از شما. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم برنامه. جناب آقای میشه خودتون رو معرفی کنید بیننده گرامی؟ خودتون رو معرفی کنید. بنده محمد هستم از ایران. آقا محمد از ایران. آقا محمد، نظرتون رو در مورد دروغ آیت الله قزوینی بفرمایید، بعد از اون ان شاءالله اگر مطلب دیگری دارید میشنویم با هم. بله، بنده من اصلا شخصیت آقای قزوینی رو قبول ندارم و اصلا تحلیلای ایشون رو قبول ندارم. یه نکته که من می‌خواستم خدمتتون بگم، آیا شما دیدید کلیپ رو که ما پخش کردیم دیدید؟ بنده نه، من 10 دقیقه تلویزیون رو روشن کردم. خب در هفته‌های گذشته بیننده برنامه ما بودید؟ در هفته‌های گذشته بیننده برنامه ما بودید؟ بله، من کلیپ‌های شما توی شبکه‌های مجازی دیدم که واقعا فحاشی می‌کنید آقای انصاری. در چند بیننده گرامی، آیا آقای قزوینی وقتی که دروغی رو نسبت میده به شیخ الاسلام ابن تیمیه، میگه که ایشون در کتاب منهاج السنه سران مذاهب اهل سنت رو کافر و زندیق میدونن و هدفش هم از پخش کردن این دروغ‌ها ایجاد اختلاف و تفرقه در بین امت اسلامی است. این کلیپ رو ما بارها تقریبا 10 ماه میشه، 9 ماه بیشتر میشه که داریم پخش میکنیم. شما هیچ بار ندیدید این کلیپ رو؟ من بیشتر برنامه‌های خود شما دیدم. ببینید شما دیدم به یکی از بنده گفتین حرومزاده، گفتین مادرش زنا کرده، اسمش هم آقا حمید بود. واقعا آقای حمید حیدری، من نگفتم که مادرش زنا کرده. جرا ببینید همین الان شما دارید دروغ میگید، همین الان دارید دروغ میگید. بیننده گرامی، ایشون اومد گفت که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه چون که در قضیه افک
تهمت به ام المؤمنین عایشه صدیقه سکوت کرد. یعنی نه تهمت زد و نه اعلان براءت کرد، یعنی نگفت که عایشه بری است از این تهمت و نه هم تهمت زنا علیه بالله به ایشان زد، بلکه در روایت بخاری که ایشون به دروغ آمد ترجمه کرد که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اعتقاد داشته که العیاذ بالله ام المؤمنین عایشه صدیقه زنا کرده، این روایت رو دروغ ترجمه کرد و از این روایت این برداشت رو کرد که علی رضی الله تعالی عنه قائل بوده به این قضیه. من برای ایشون مثال آوردم، گفتم آقای حمید شما مردم بگن که مادرت زنا کرده، مادر حمید که دیگه از زن پیامبر ارزشش بالاتر نیست. زن پیامبر الله سبحانه و تعالی در موردش میگه که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، یعنی پیامبر از نفس شما برای شما باید نزدیکتر باشه و همچنین زنان پیامبر از نفستون باید برای شما عزیزتر باشه، چون که مادران شما هستن. اگر مؤمن هستید عایشه مادر شماست، اگر مؤمن نیستید خب الی جهنم و بئس المصیر. من به آقا حمید گفتم که تصور بکن که مادر بزرگوار شما با همین الفاظ، مادر بزرگوار شما، مردم گفتن زنا کرده، مردم گفتن مادرتون زنا کرده و عزیزترین دوست شما که آقای علیرضا باشه اومد در این مورد این قضیه سکوت کرد، هیچ حرفی نزد، نه مادر شما رو تبرئه کرد و نه مادر شما رو متهم کرد. آقای حمید حیدری شما به عنوان یک مسلمان با غیرت آیا از این برخورد دوستتون ناراحت میشید یا نمیشید؟ کل ما فی الامر این بوده. اما اینکه شما الان دارید دروغ میگید و به من تهمت میزنید دیگه خداوند به شما اون سزا و پاداشی که مناسبتون هست بهتون بده. به من فرصت بدین جناب آقای انصاری، فرصت به من بدین 20 ثانیه صحبت کنم. شما آقای محترم شما ببین آقای محترم، من چرا 20 ثانیه به شما فرصت بدم که شما با دروغ تحویل مردم بدید؟ اولا از این تهمتی که به من زدید، از این دروغی که گفتید، آقای محترم از این دروغ و تهمتی که به من زدید معذرت خواهی بکنید. بعد از اون من اجازه میدم که شما نگفتی که مادر محترمه، شما بی احترامی کردی به اون طرف، هر چند کلمات غلطی. آقای محترم وقتی کسی بیاد، ببین دوست عزیز کسی بیاد به همسر پیامبر تهمت زنا بزنه با برداشت نادرستش از روایت، من نه تنها برای من هیچ ارزشی ندارد، بلکه این انسان برای من از این کفشی هم که تو پام هست خارتر و ذلیل‌تر است. برای ما امهات المؤمنین و اصحاب پیامبر خط قرمز هستند. کسی اگر نمیتونه جلوی دهن کثیف خودش رو بگیره و به همسر پیامبر توهین بکنه، ما جاش تو سطل آشغال هست، جاش تو جهنم است، جاش در کنار عبدالله ابن ابی ابن سلول است. تشکر میکنم از شما نیاید اینجا وکیل مدافع کسی دیگه هم نشید و دروغ هم نبندید. هر وقت شمارش یادداشت بکنن دوستان، هر وقت که آقا محمد تصمیم گرفتی که از دروغ و تهمتی که الان به من زدی معذرت بخوایی، من بهت اجازه میدم. من مثال آوردم، طرف مریض است، بیمار هست و امثال شریفی و خورشیدی و نمیدونم موسوی و رضوی و اینا رو من میشناسم از چه قماشی هستن. اینها رو با همون ادبیاتی که برای خواهر و مادر و همسر خودشون میپسندن، با همون ادبیات باید اینها رو مخاطب قرار داد. آقا محمد گرامی، اگر شما از اون قماش هستید، همین الفاظ و همین ادبیات نثار شما و خانواده محترم شما هم باد. چرا؟ چون من اینجا عرض کردم الله سبحانه و تعالی سوره کاملی رو میفرسته در براءت مادر مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. بعد یک انسان کثیف که هر انسانی که من وقتی مثلا این حرف رو زدم، من در موردش دلیل دارم، من انشاءالله دلیلش هم خدمت شما نشون میدم که وقتی کسانی که میان با اینطوری برخورد میکنن با امهات المؤمنین، ما با همون روشی که علمای اهل سنت با اینها برخورد کردن، با همین روش با اینها برخورد خواهیم کرد. حالا میخوان هر کاری که از دستشون میاد بکنن.
من انشالله این مطلب رو خدمت شما نشون خواهم داد از کتاب‌های خود اهل سنت. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و من برکاته. زحمت دادم شما رو بسیار میبخشین. این پروگرام مولانا صدیقان می پرسش پاسخ کدام روزا لایفش است؟ روزهای دوشنبه برادر عزیز. دیگر شب نبود. دیشب ایشون سفری داشتن، به خاطر همین نتونستن. ان شاء الله در هفته آینده در خدمت بینندگان خواهند بود. امی ساعت 7 بجه می باشه؟ بله تقریبا. اوکی، بسیار تشکر برادر محترم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من یک چیزی بهتون میگم، کسی که تهمت زنا به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میزنه، خودش ولد الزنا هست. این حرف محمد انصاری نیست. میخواید بگیرید کلیپ بکنید، پخش بکنید تو سایت های سوشال مدیا، در شبکه هاشون. کسی که به ام المؤمنین عایشه صدیقه تهمت زنا میزنه، یکیش علی ابن ابراهیم قمی، صاحب تفسیر قمی، استاد کلینی، یکی از استوانه های دین تشیع. من میگم علی ابن ابراهیم قمی ولد الزنا هست، حرامزاده هست. چرا؟ چون که به ام المؤمنین عایشه صدیقه تهمت زنا زده. به هر شیعی، هر رافضی، هر کسی که میخواد باشه به ام المؤمنین عایشه صدیقه تهمت زنا بزنه، ولد الزنا هست. این نظر محمد انصاری است و افتخارم میکنم به این نظرم، چون که من تابع مذهب حنفی هستم. در مذهب حنفی هر کسی که به ام المؤمنین عایشه صدیقه تهمت زنا بزنه زنازاده است. دلیلم دارم برای حرف خودم. الطبقات السنیه فی تراجم الحنفیه، یکی از کتب محترم که در مورد علمای اهل سنت حنفی نوشته شده، در صفحه 183 در اینجا میگه که و عایشه رضی الله تعالی عنها بعد خدیجه الکبرى افضل النساء العالمین. ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها بعد از خدیجه کبرا افضل ترین زنان جهانیان است، هر دو جهان. و ام المؤمنین، مادر مؤمنین است. و مطهره من الزنا، پاک است از زنا. بریئه مما قال الروافض، پاک است از آن چیزی که شیعیان رافضی میگویند. فمن شهد علیها بالزنا، کسی که به ایشان تهمت زنا بزند، فهو ولد الزنا، این شخص ولد الزنا هست. حالا میخواد حمید حیدری باشه، علی شریفی باشه، هر کسی که میخواد باشه. طبق اعتقاد احناف، کسی که به ام المؤمنین عایشه صدیقه تهمت زنا بزنه، این شخص ولد الزنا هست. حتی علمای احناف در مورد تهمت زدن به ام المؤمنین عایشه صدیقه تا سرحد تکفیرم رسیدن و کسانی که به ایشون تهمت بزنن یا اهانت بکنن، آنها کافر هستند. این اعتقاد است که در مورد حتی یکی از این کتاب العرف الشذی شرح سنن ترمذی، محمد انور شاه ابن معظم شاه کشمیری، یکی از علمای بزرگ احناف هست، در مورد قضیه روافض چی میگه؟ اختلافو فی تکفیر روافض، در مورد قضیه روافض اختلاف کردن در تکفیرش. ولی الاحناف قولان، احناف دو قول دارن، قیل انهم کافرون و قیل لا. ادعی گفتن که کافرن و ادعی گفتن نه کافر نیستن، بل مختار تکفیرهم، اکثریت و اون چیزی که اختیار جمهور علمای احناف است اینه که روافض کافر هستن. فین مکفر الجمهور الصحابه کافر، کسی که جمهور صحابه را کافر بدانه کافر است. و قصر روافض الاسلام علی 9 اصحاب او 7، که روافض اسلام رو مختصر کردن در 9 نفر از صحابه یا 7 نفر از صحابه یا 5 نفر، علی اختلاف اقوال و اختلاف اقوال. ولی روافض فی القرآن العظیم اقوال، در مورد قرآن هم روافض اقوال گوناگون داره. قیل زاد فی عثمان و نقص، میگن که عثمان در قرآن کم و زیاد کرده. و قیل نقص و لم یزید، میگن که کم شده و زیاد نشده. و قیل انه محفوظ، و گفتن که محفوظ است. ولا یقولون به صحت احادیث کتب اهل سنت، احادیث کتب اهل سنت رو قبول نمیکنن. ولهم صحاح اربع، اونم 4 کتاب خاص خودشون دارن. و هی سقام و مفتریات، که اینها هم پر از دروغ ها و افتراعات است. این نظر علمای احناف هست در مورد شیعیان رافضی که من
یک روایت دیگر هم خدمت شما عزیزان نشون بدم. این یکی از بزرگترین کتاب‌های فتوای احناف است. فتاوای عالمگیر هم بهش میگن، فتاوای هندی هم بهش میگن. من الفتاوى العالمگیریه المعروفه به فتاوى الهندیه فی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفه النعمان. این کتاب در خانه هر یک از علمای احناف این کتاب رو شما میتونید پیدا بکنید. فتاوای عالمگیری یکی از فتاوای معروف احناف است. تشکر میکنم کارگردان عزیز برنامه. اینجا در این صفحه، در صفحه 264 اینجا، اعتقاد من بر اساس هوا و هوس نیست، طبق مذهبم هست. میگه الرافضی اذا کان یسب الشیخین، رافضی اگر که شیخین را فوش میدهد و یلعنهما و اونها را لعن میکند والعیاذ بالله فهو کافر، کافر است. و این کان یفضل علیا کرم الله تعالی وجهه، اگرچه علی را تفضیل بدهد علی ابوبکر رضی الله تعالی عنه لا یکون کافرا، اگر که تفضیل بدهد علی را بر ابوبکر و عمر و لعن و نفرین و سب و دشنام نکنه ابوبکر و عمر، کافر نیست. الا انه مبتدع، در این صورت مبتدی است و معتزلی مبتدع. الا اذا قال باستحاله الرؤیا فحینئذ هو کافر، اگر که رؤیت رو منکر بشه در اون صورت کافر است. ولو قذف عایشه رضی الله عنها بالزنا کفر بالله، اگر که عایشه رو متهم به زنا بکنه کافر است. این اعتقاد مذهب حنفی است از فتاوای عالمگیری که بزرگترین کتاب فتوای مذهب حنفی است. کسی که تهمت زنا به ام المؤمنین عایشه صدیقه بزنه کافر است. ولو قذف سائر نساء النبی صلی الله علیه و سلم لا یکفر و یستحق اللعنه، اگر که فحش و ناسزا بده به دیگر همسران پیامبر کافر نمیشه ولکن مستحق لعنت است. چرا؟ چون که در مورد عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها آیات قرآن کریم نازل شده. براءت عایشه رضی الله تعالی عنها در سوره نور از بالای 7 آسمان نازل شده. کسی که تهمت زنا بزنه بعد از براءت عایشه رضی الله تعالی عنها به ایشون، این انسان کافر است طبق مذهب حنفی. آقا محمد حالا میخوای ناراحت باش، میخوای خوشحال باش، خیرم که اصلا فشار اومده بهت سرتو بزن به دیوار، ما تقیه نداریم. دین ما دین منافقت نیست، عقیدمون رو واضح و آشکار میگیم. طبق مذهب حنفی کسی که به ام المؤمنین عایشه صدیقه تهمت زنا بزنه ولد الزنا هست. میخواد علی شریفی باشه، میخواد حمید حیدری باشه، میخواد تو باشی، میخواد قزوینی باشه، میخواد مکارم شیرازی باشه، میخواد گلپایگانی باشه، میخواد نوری همدانی باشه، میخواد علی خامنه‌ای باشه، میخواد اون زندیق اکبرتون مصطفی خمینی باشه یا موسوی خمینی باشه. هر کدوم از این جانورهای حوزه علمیه قم که تهمت زنا به ام المؤمنین عایشه صدیقه بزنن طبق مذهب حنفی هم کافرن هم ولد الزنا هستن. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. بله. بله بفرمایید. بله. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شما بینندگان شما سلامت باشید. الو سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید بیننده گرامی، با گوشی تلفن صحبت کنید. بله سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. همراه آقای انصاری صحبت میکنیم؟ بله دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. ما از افغانستان شما را زحمت داریم. بفرمایید برادر عزیز. این برنامه شما میخواستیم یک تشکر کنیم نام خدا. برنامه ما شما به ایسته اهل سنت بسیار مردم در این باره مثلا شیعه هم اکثرش هدایت شدن و الحمدلله. یک درباره ام المؤمنین حضرت عایشه میخواستم صحبت بکنم. بفرمایید. از نظر خود ما شما میگن که هر کس حضرت عایشه را چی کرد تهمت زنا زد او کافر است. دیگه همسرای پیامبر اگر تهمت زد لعنت است. نه دیگه همسرای پیامبر را اگر که دشنام داد، اگر دشنام داد، از نظر خود ما که هر کسی از همسرای پیامبر کسی چیزی گفت یا دشنام داد یا زبان درازی کرد، او از نظر خود ما که هر کس باشه کافر است.
هر همسرش که باشه. درست. یکی از برادرای شیعه بعد خب یر بشنوان وقتی که یک کس به همسر پیغمبر تهمت بزنه، یعنی یه چی قسم مثلا روی داره که شافی امت پیغمبر باشه، یک کس به همسرش مثلا تهمت بزنی باز به اون طرف مثلا به زیر رخ شو و یه آرزوی یا یه چیزی شفاعت از پیغمبر داشته باشه، بعد اینا خودشون خوب بفهمن کسی که به همسر پیغمبر تهمت میزنه یعنی پیغمبر در پیغمبری قبول نداره از نظر ما اهل سنت. درست. تشکر از شما برادر عزیز. شیعه ها اکثر برادرای شیعه که باید نمیدانن خوب بدانن همسرای پیغمبر مثل مادر عموم مسلمان های مثل آقای قزوینی باید خجالت بکشه، اکثر وقت کلاش و پیش پوش پسر میگذاره و یه شبکش یه بین مردم فرم میکنه که ما در راسته اسلام مثلا تبلیغ داریم، مردم رو در اسلام دعوت میکنیم، بعد عموم بیننده ها ببینن وقتی یک کس همسر پیغمبر تهمت داد، همسر پیغمبر هم از جمله اهل بیت پیغمبر است. وقتی که در همسر پیغمبر احترام نداشت، در اولاد پیغمبر چه قسم احترام دارن؟ درست. به نظر ما که از اولاد پیغمبر در نزد پیغمبر همسرش نزدیکتر و بهترتر است. یه آقای قزوینی همه باید بفهمن که همه گفته یزید دروغ است، یک انسان فاسدی است. وقتی که در همسر پیغمبر احترام نداشت، هیچ وقت اهل بیتش در اولاد پیغمبر احترام نداره. اینا هم کسایی هستن که اسلام بدنام کردن، اسلام مثلا از سابق اینا بین اسلام تفرقه انداختن. بارها اسلام در جهان مثلا اکثر جایی که ما در تاریخ ها میبینیم فتوحات اسلام اینا سبب شدن که باعث بدنامی و شکست اسلام شده. تشکر میکنم برادر عزیز. سلامت باشید از برنامه. الله متعال ستون کنه. تشکر از شما. بارک الله فیکم. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حمزه هستم. آقای حمزه. الو صدا میاد؟ بله صدا میاد آقا حمزه، بفرمایید نظرتون رو در مورد دروغ‌های آیت الله قزوینی بفرمایید، بعد از اون ان شاء الله اگر مطلبی دیگری داشتید در خدمتتون هستیم. ببخشید در مورد مطلبی که خواستم در موردش صحبت کنم هفته پیش قطعم کردید، در مورد کتابیه که در ذیل سوره نساء آیه 64 خواستم صحبت کنم اگه اجازه بدید. در مورد قضیه استغفار میخواید صحبت بکنید؟ بله بله بفرمایید. عرضم به حضورت تفسیر معارف قرآن مؤلف دانشمند عالم اسلام حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی از علمای بزرگ دیوبندی هستن. ایشان هفته گذشته این مطالب رو گفتید، مستقیم برید سر اصل موضوع، همون قسمتی رو که میخواید بهش به اصطلاح بپردازید همونجا رو بگید، وقت بینندگان رو هم نگیرید. در جلد 4 اینطوری تفسیر کردن، من براتون میخونم، یه لحظه اگه اجازه بدید در عرض 2 دقیقه تمام میکنم حرفمو. بفرمایید. مغفرت ایشان غالبا به این خاطر است که آنان بر مقام نبوت آن حضرت حمله کردند و قضاوت ایشان را از نظر دور داشتند و به آن جانب ایذا رساندند. بنابراین برای توبه از جرم ایشان حضور در خدمت آن حضرت و استغفار او شرط کرده شد. اگرچه این آیه در خصوص واقعه منافقین نازل شده است، اما از الفاظ آن یک ضابطه عمومی پدید می آید که هر کسی در خدمت رسول خدا حاضر باشد و آن حضرت در حق او دعای مغفرت نماید، حتما او آمرزیده خواهد شد و حضور در خدمت آن حضرت همانطوری که در زمان حیات بود همچنین امروز حضور بر روضه اقدس هم در همین حکم است. خب آقا به صراحت داره میگه همانطوری که زمان حیات پیامبر جایز بود سر قبر رفتن و روزه خواندن، امروز کجاش گفته روزه خواندن؟ آقا جون کجاش گفته روزه خواندن؟
کجاش گفته روزه خواندن؟ در خدمت آن حضرت. بله نمیاد. کجا گفته روزه خواندن در خدمت آن حضرت؟ دعای مغفرت. خب کسی بره در کنار قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از الله سبحانه و تعالی طلب مغفرت بکنه، چه اشکالی داره؟ امروز هم ما امروز اعتقاد ما اهل سنت این است که اصلا شما میرید به قبرستان، در اونجا میگید که از الله سبحانه و تعالی میگید که السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، انتم السابقون و نحن اللاحقون، نسأل الله لنا و لكم العافیه. از الله سبحانه و تعالی برای خود و برای شما عافیت طلب میکنیم. در اونجا بگه یا الله من رو استغفار بکن. گرچه دعا کردن در قبرستان، دعا کردن حتی از الله سبحانه و تعالی خواستن کراهیت داره. چرا؟ چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط همین دعا رو برای زیارت قبر برای ما یاد دادن، بلکه در مساجد، در نماز خواندن، در اماکنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته دعا بکنید، در اونجا انسان باید دعا بکنه. خب چه اشکالی داره این؟ خب از شما مشکل نداره. امروز اگر در کجای اینجا گفته که شما برید کنار قبر پیامبر بگید یا رسول الله به ما رزق و روزی بده، یا رسول الله به ما فرزند بده، یا رسول الله به ما ملک بده، یا رسول الله به ما پول بده. این کارهایی که امروز شما میرید در کنار قبر نوه های رسول الله انجام میدید، در کنار قبر امامزادایی که اصلا مجهول الهویه هستن، اصلا نسبشون معلوم نیست انجام میدید، اینو که نگفته در اینجا. خب آقای انصاری درست اینو نگفت. حالا شما میخواید بحث رو عوض کنید. من اینجا سوالم از تو اینه، حالا دعای مغفرت، آیا پیامبر صدامون رو امروز میشنوه؟ حالا رزق جای خودش داره، رزق، روزی یا یه دعای دیگه این جای خودش داره. آیا پیامبر امروز اگر من برم در زیارتش او صدای من را میشنود یا نمیشنود؟ همین رو جواب بده لطفا. چه بشنود چه نشنود نمیتواند حاجت ما را برآورده کند. خب پس چطور اینجا میگه حتما او آمرزیده خواهد حتما آمرزیده خدا گفته، پیغمبر گفته، خدا گفته، پیغمبر گفته؟ نه ببین به آن حضرت در حق او دعای مغفرت نماید. همین حرف رو خدا گفته، پیغمبر گفته؟ نه این مولوی دو اسمش آوردم دیگه، حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی، ایشون در ذیل آیه 64 اینطوری تفسیر میکنه. خب اشتباه کرده. حالا میخواد ببین، من الله سبحانه و تعالی، آقای محترم ایشون اومده تفسیر کامل آیه رو بیان کرده، شما هیچی نمیگید. در زیر آیه توسل اومده اصلا توسل به غیر الله سبحانه و تعالی رو نفی کرده، اونو گذاشتید کنار. دفعه قبل که اومدی گفتی که در مورد توسل شما از اینجا قضیه استغفار است. قضیه استغفاری که در این آیه هم ذکر شده اینجا قضیه مشرکین است، قضیه کسانی است که حکم الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول نکردن. آیه اصلا ربطی به خواستن غیر الله نداره. ثانیاً شما فرمودید که رسول الله میشنود یا نمیشنود. قضیه سماع موتا حتی در بین اهل سنت اختلاف است. عده‌ای میگن که موتا میشنوند، عده‌ای میگن نمیشنوند. چه بشنوند چه نشنوند دردی را برای من و تو دوا نمیکنن، ولو اینکه خاتم الانبیاء و الرسل محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشه. چون الله سبحانه و تعالی در سوره فاطر میفرماید ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر آنها را بخوانید، همین کسایی که شما من دون الله میخوانید. اینجا الله سبحانه و تعالی بعد از این که میگه که الله سبحانه و تعالی ذالکم الله ربکم له الملک، کل اختیارات و پادشاهی از الله سبحانه و تعالی است. والذین تدعون من دونه، کسانی که غیر از الله میخوانید، ما یملکون من قطمیر، مالک پوست نازک هسته خرما هم نیستند. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر شما آنها را بخوانید که به ما بده رزق، روزی، فرزند عطا کن، ما را ببخش، لا يسمعوا دعاءكم، دعای شما را نمیشنوند. حالا به قول شما و اونایی که میگن مرده ها میشنوند و این آخوندای دین فروشتون، ولو سمعوا، ولو این که بشنوند، فرض محال است اینجا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، جواب داده نمیتونن، مشکل شما رو نمیتونن حل بکنن. چرا؟
چون که الله سبحانه و تعالی میگه ادعونی، من را بخوانید، استجیب لکم، ادعونی استجیب لکم، مرا بخوانید تا اجابت بکنم شما را. این مرده هایی رو که شما میخوانید ولی است، پیغمبر است، امام است، هر کسی است، اینا من دون الله هستن. هیچ انسانی در دنیا نمیتونه بیاد بگه که محمد مصطفی هم پایه الله است، بگه کافر شده. چون ما در سوره اخلاص میگیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هیچ کس هم پایه الله سبحانه و تعالی نیست. کسی بگه که محمد مصطفی هم پایه الله است، کافره، به 4 کتاب کافره، به دین کافره، به مذهب شیعه و سنی و اسماعیلی و زیدی و یهود و نصارا، به همه کافره. پس ولو سمعوا، اگرم بشنون، مستجابوا لکم، جواب شما رو نمیتونن بدن. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، همین پیامبر، همین ولی امین امامزاده روز قیامت وای میسه جلوی خداوند میگه که من از این بیزارم که از من اومده بود پیش قبر من از من خواسته بود. و یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر، و هیچ کس مانند الله خبیر تو را آگاه نمی کند. من دارم آیه قرآن رو میگم، من دارم قال الله میگم، تو میگی قال مفتی فلان و قال آیت الله فلان. بابا جان، انسان جایز الخطاست، انسان اشتباه میکنه. و این قولی که در اینجا که ایشون میفرمایند که من این کتاب رو کاملش دارم، دوستان عزیز نشون بدن این صفحه رو. این کتاب معارف القرآن است، اینم صفحه بعدش، اینم شناسنامش، اینم صفحه 37 که این آیه شروع میشه که کلا قضیه حکمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مطرح میشه. ببینید که 37 38 39 40 41 42 43 همه اینا رو ول کردن. در آخر اینجا ایشون یک نظر داره که حضور در خدمت آن حضرت همانطور که در زمان حیات بود، همچنین امروز حضور بر روضه اقدس هم در همین حکم هست. یعنی چی؟ میشه از این دو برداشت کرد. یکی این که اگر تو میخوای که طلب استغفار بکنی از پیغمبر، برو در کنار پیغمبر بگو یا رسول الله منو ببخش. خب کدوم احمقی بیاد بگه که یا رسول الله بیا منو ببخش؟ اگر در حق پیامبر ظلم و ستمی کرده باشی در حیاتش، باید بری این کارو بکنی. خب یعنی قضیه استغفار است، قضیه توسل نیست، قضیه خواندن نیست، قضیه طلب حاجت نیست. بعدش هم اگر این باشه که بری در کنار قبر پیامبر از خدا طلب استغفار بکنی، خب بکن، چه اشکالی داره؟ برو کنار قبر پیامبر وایستا، سلام بده، بعد رو به طرف قبله، هر چی دوست داری از خدا بخوا، هم استغفار بخوا، هم فرزند بخوا، هم رزق و روزی بخوا، هر چی که دوست داری بخوا. در اینجا نگفته که یا ایها الناس برید اونجا متوسل بشید، برید اونجا رزق و روزی بخواید، برید اونجا فرزند بخواید. شما هر چی بخواید که از این دلیل برای خودتون بیارید، برای شرکیات و کفریات خودتون بیارید، از معارف القرآن نمیتونید دلیل بیارید. بفرمایید. خب آقای انصاری ببخشید، در ادامهش میگه ببخشید همون کتابو میشه بیار رو تصویر؟ کتاب آوردم، همینجا صفحه چیز است. آره، در ادامهش میگه حضرت علی کرم الله وجهه فرموده که وقتی ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دفن کرده فارغ شدیم، بعد از 3 روز یک روستایی آمد و بر مقبره گرامی آن حضرت افتاد و زار زار گریست. لذا حضرت علی ابن ابی طالب آیه فوق را به وی معرفی کرد. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آیه فوق ولو انهم ظلموا انفسهم را به او معرفی کرد و گفت که الله تعالی در این آیه وعده فرموده که اگر گناهکاری در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حاضر باشد و رسول برای او دعای مغفرت کند، گناهان او آمرزیده می شوند. بنابراین او گفت من در خدمت شما حاضر شدم که شما در حق من دعای مغفرت بفرمایید. کسانی که در آن وقت حاضر بودند بیان می فرمایند که در جواب آن روز اقدس این صدا برآمد که قد غفر لک، یعنی مغفرت شدی. در کجا این روایت رو از کجا آورده؟ بخونید، ادامه‌شو بخون، آخر روایت کوچولو نوشته است. کارگردان عزیز برنامه زوم بکنید، ادامه‌شو بخون. این روایت رو از کجا آورده؟ من اینو یه عکسی گرفتم از روی تصویر. چیز میزه نیست، چیز میز نیست، اینجا هست. در کنار اینجا بعد از مغفرت شدی چی نوشته است؟
آقا بزرگش کن که ببینم، درست ببینم. الان ببین نوشته است من نمیبینم. نوشته بحر محیط یا بحر المحیط است. بحر المحیط تفسیری است از علامه اندلسی. کتاب بحر المحیط تفسیر علامه اندلسی است که این روایت در اونجا ذکر شده. ببینید دوست عزیز، ما با روایت ها طریق علمی برخورد میکنیم. این روایت در این کتاب اومده، جناب مفتی عثمانی در اون گوشش نوشته بحر المحیط، یعنی این روایت رو از بحر المحیط ایشون نقل کرده در اونجا. در تفسیر من رفتم تفسیر بحر المحیط رو مطالعه کردم. در تفسیر بحر المحیط در جلد 3 صفحه 694 این روایت در اونجا اومده بدون سند و همچنین در کتاب تفسیر معارف القرآن بدون سند ذکر شده این روایت. جستجو کردم، اتفاقا همین دیشب بود که این روایت رو داشتم آماده میکردم، چون که به شما قول داده بودم که زنگ میزنید این هفته. وقتی که بررسی کردیم برای این روایت این سند رو پیدا کردیم. ابوالحسن، دوستان نشون بدن این قسمت رو. ابوالحسن علی ابن ابراهیم ابن عبدالله ابن عبدالرحمن کرخی عن علی ابن محمد ابن علی احمد ابن محمد ابن الحيثم الطائي ثنى أبي عن أبيه عن سلمة بن كحيل عن أبي صادق عن علی ابن أبي طالب رضی الله تعالی عنه. طبق منهج علمی ما رفتیم این روایت رو بررسی میکنیم. اولا ابو حیان اندلسی متوفای 747 هجری، یعنی 7 قرن بعد از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، این روایت رو در تفسیر خودش بدون سند آورده که دلیل ضعف این روایت هست. ثانیاً این روایت به صیغه تمریض در عربی ذکر شده، رویه، روایت شده هست. کسی روایت کرده، معلوم نیست که کی روایت کرده، که برای اهل علم و حدیث این دلیل کافی است که این روایت رو باید بندازن به کجا؟ به سطل آشغال. دوم این که آن کاری که اعرابی کرده امر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نبوده. حضرت علی نگفته که تو برو خودتو بنداز و زار زار گریه بکن و فلان بکن و از قبر بخوا. ثانیاً شمس الدین حنبلی متوفای 744 در الصارم المنکی فی الرد علی السبکی در صفحه 321 میگوید که ابوالحسن علی ابن ابراهیم ابن عبدالله ابن عبدالرحمن کرخی عن علی ابن محمد ابن علی حدثنا احمد ابن محمد الحيثم الطائي قال حدثنا ابي عن ابي عن سلمة بن كحيل عن ابي صادق عن علی ابن ابي طالب، تا این روایت رو ذکر میکنه. جوابش چی میگه؟ والجواب که این خبر دروغی است، موضوع هست، ساخته هست، صحیح نیست، ساختگی است، اعتماد بر آن جایز نیست و به این روایت عمل کردن جایز نیست و سند این روایت ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی هایی که بالای یکدیگر است. و الحیثم جد احمد ابن الحیثم اظنه ابن عدی الطائي فإن يكن هو، اگر که این اون شخص باشه، فهو متروک، کذاب، متروک الحدیث است، کذاب است، مجهول هست. اگرم که همون آدم نباشه مجهول است. در مورد این عباس دوری در مورد همین روایت میگه که حیثم ابن عدی کوفی ثقه نیست، کذاب است. ابو داود چی میگه؟ کذاب است. ابو حاتم رازی و نسائی و دولابی و ازدی چی میگه؟ متروک الحدیث است. بخاری چی میگه؟ سکت عنه ای ترکو، هیچ کس از اون حدیث روایت نکرده. ابن عدی گفته ما اقل ماله من مسند، که در حدیثی که روایت میکرده بدون سند ذکر، و انما صاحب اخبار و اسما و نسب و اشار، و این شخصی که اینو روایت کرده اخبار میگفته، تاریخ میگفته و اسما و انساب و این چیزا رو میگفته. ابن حبان در موردش چی گفته؟ کان من علماء الناس بالسیر، در مورد سیرت و ایام ناس اطلاع داشته و در مورد تاریخ عرب، مگر الا انه روى عن ثقات اشیاء كانها موضوعات، و موضوعاتی رو می اومده نسبت میداده به ثقات و از اونها روایت میکرده و تدلیس میکرده، یدلسها، تدلیس میکرده. حاکم در موردش گفته ذاهب الحدیث، یعنی اصلا حدیثش آبکیه، به درد نمیخوره. عباس ابن محمد گفته سمعت بعد اصحابنا یقول قال جاریه الحیثم، جاریه این کسی که روایت کرده این حدیثو، کنیزش چی میگفته؟ کان مولای یقوم عامه الليل یصلی فاذا اصبح جلس یکذب، میگفته شب نماز میخوند، صبح بلند میشد مینشست دروغ میگفت. میخوای دیگه بگم تقی الدین هندی چی میگه؟ حیثم ابن عدی الطائي متروک. علاوه بر ضعف این حدیث، من این نکته اینجا خدمتتون ذکر بکنم،
یک مسئله خیلی مهم است که اینجا بهش اشاره میکنم. یک نکته را اشاره میکنم بعد خدمت شما هستم. این روایت این همه مشکل داره. ثانیاً دروغ بودن این روایت همین کافی است که قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون زمان در خانه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بود. ایشون زنده بودن و در خانه زندگی میکردن در اونجا. هیچ روایت هم نداریم که از اونجا نقل مکان کردن رفتن جای دیگه. در همونجا تا لحظه مرگشون زندگی کردن. قبر در روی میدان نبوده که یک اعرابی بیاد و خودشو بندازه و گریه بکنه. برای دروغ بودن این کسی که این حدیث رو ساخته، این روایت رو ساخته، دروغ بودنش همین کافی است که میگه که اعرابی اومد خودشو انداخت. بابا جان، قبر داخل خونه ام المؤمنین عایشه صدیقه بوده. اگرم که میخواست این کارو بکنه باید در میزد، از حضرت عایشه اجازه میخواست. ایشون زن بود، باید حجاب میکرد، بعد خود از خونه میومد بیرون تا که این اعرابی میرفت این غلطشو انجام میداد. ثانیاً قبر تو خونه بوده، تو جای مکشوف بیرون نبوده که هر کسی میرفت اونجا خودشو مینداخت و زار گریه میکرد. پس برای دروغ بودن این روایت غیر از اسنادی که ذکر کردم همین دلیل عقلی و منطقی و تاریخی کافی است. بفرمایید آقای حمزه. آقای انصاری بخشید، همون تصویر همون 47 همون کتاب دانشمند عالم حضرت مفتی محمد شه همینو برام بیاد. این صفحه 44 شما اینجا داره. آره، در پایینش چی نوشته؟ شرط قبول توبه حضور خدمت رسول خدا. درسته؟ اون برای کسایی بود که به پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد تحکیم ایشون زبان درازی کرده بودن. نه یا دیگه تلبیس نکن، خواهش میکنم دوست عزیز. نه آقای اسدالله، خواهش میکنم تلبیس نکن. اون مطلب در مورد کسانی بود که حکمیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو رد کردن. تلبیس نکن دوست عزیز. اشکال نداره، بذار حرف بزن. چرا نه تلبیس نکن، دروغ نگو، واقعیت رو بگو. الان این روایتی که ذکر کردی و این برداشت اشتباهی که شما از این روایت کردی، همون سفید رنگ تصویر رو بزرگ کن، قشنگ به صراحت داره میگه، به زبان فارسی هم هست، همه بینندگان میتونن این کتاب رو تهیه کنن و همین آدرسی که دادم بخونن. برم بخونم. خوبه. ما آقای محترم حداقل اینقدر جوانمردی داشته باش که استدلال کردی به یک حدیث هم نه، یک روایت موضوع کذاب دروغگویی که آقای انصاری این مولوی دروغ آورده تو کتابش. آقای محترم ایشون روایت رو ذکر کرده و نظرم نداده در مورد روایت که این روایت درست است یا نه. نظر مولانا آنچه است که شما اصلا نخوندی. دوستان عزیز نشون بدن این صفحه رو. الان این معارف القرآن هست. یک لحظه آقای حمزه سکوت بکن، ادب رو مراعات بکن. این معارف القرآن هست، اینم صفحه بعدش هست، جلد 4 و اینم شناسنامش و اینجا صفحه 37 در اینجا آیه رو ذکر میکنه، بعد از اون ترجمهش هم ذکر میکنه، بعد از اون خلاصه تفسیرش رو ذکر میکنه. اینها قول حضرت مولانا عثمانی است. چرا اینا رو ذکر نمی کنی؟ ایشون یک روایتی رو در آخر این تفسیر در آخرش رفته از بحر المحیط ذکر کرده که در با داغون بودن یک لحظه وسط حرفم نپر بیادب. اینجا خلاصه تفسیر رو ذکر میکنه که ای محمد، آیا شما ندیدید کسانی را که به زبان ادعا میکنن که آنان یعنی بر آن کتاب یعنی بر قرآن ایمان داریم که بر شما نازل کرده شده است یعنی قرآن، و بر آن کتابم که پیش از تو نازل شده ایمان آوردیم یعنی تورات و غیره، میخواهند قضایای خود را نزد شیطان ببرند یعنی حکمیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو رد بکنن. صفحه بعدش هم همین موضوع است، صفحه 39 همین موضوع است، صفحه 40 همین موضوع است. شأن نزول آیات هم در اینجا ذکر میکنه که از این تفسیر از این قرار که منافقی به نام بشر با یهودی نزاع داشت. یهودی پیشنهاد کرد که جهت حل اختلاف پیش محمد صلی الله علیه و سلم برویم، اما بشر منافق پیشنهاد وی را نپذیرفت و اظهار داشت که برای حل این اختلاف نزد کعب بن اشرف برویم. ناگفته نماند که کعب بن اشرف که از سرداران یهود و دشمن سرسخت رسول کریم و مسلمانان به شمار میرفت. این در مورد معارف و مسائل این روایت. اینجا هم تفاسیر کلا داستان رو ذکر کرده. قضیه اختلاف بین یک منافق و یک مسلمان به حکمیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اگر
همین روایت حضرت علی رو اصلا صحیح و سند کامل صحیح بپذیریم که همچین واقعی رخ داده، بعدم دردی رو برای شما آقا حمزه دوا نمیکنه. شما میخواید برای توسل شرکی خودتون، برای واسطه قرار دادن بین خود و بین پروردگار، برای خواستن از غیر الله دلیل بیارید که تیرتون به هدف نمیخوره. این ربطی نداره. نهایتش قضیه استغفار است، طلب استغفار از رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اگر کسی بین اعتقاد باشه که من برم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشون طلب استغفار بکنم و ایشون صدای من رو میشنون و برای من طلب استغفار میکنم، این عقیده، حالا میخواد عقیده هر کس باشه، با آیه قرآن که ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم و یوم القیامة یکفرون بشرککم تضاد داره که حرف هر کسی که باشه میزنیم به دیوار. خب حالا تشکر میکنم آقا حمزه. آقا حمزه برادر عزیز، شما الان تقریبا چند دقیقه وقت ما رو گرفتی؟ چند دقیقه شد رفیق جان؟ نذاشتی حرف 24 دقیقه وقت ما رو گرفتید. روایت رو کامل من گذاشتم بخونید، هانچه که میخواستید خوندید، اما شما دارید وقت ما رو ضایع میکنید. آقا حمزه هفته آینده خب وقتی که ادب و تربیت صحبت کردن نداشته باشید. بعد 24 دقیقه من به شما وقت دادم، دلایلتون لایتچسبک است و این چیزی که شما ادعا کردید از اینجا توسل و خواستن و استعانه و استغاثه به غیر الله هست که از اینجا اصلا نمیتونید اینو ثابت بکنید. قضیه هم نهایتش قضیه طلب استغفار است. روایتی هم که بهش استدلال کردید درب و داغون است. هفته آینده آقا حمزه برادر عزیز و بزرگوار به عنوان یک مخالف برید اون صفحات دیگری هم که میخواید بهش استدلال بکنید جمع کنید، آماده بکنید، زنگ بزنید، من در خدمت شما خواهم بود. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید. بینم آقای انصاری بفرمایید. آقای انصاری خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ یه سال احسانم از اصفهان. آقا احسان بفرمایید. آقای انصاری خدمت عرض کنم قرآن تا زمان که خودی پیغمبر بودن نازل شد، درسته؟ بله. بله. وقت حضرت عایشه هم به قول شما تا زمانی که پیغمبر بودن، بعد از زمان پیغمبر هم دوره حیاتشون بود دیگه، درسته؟ از همه این امهات المؤمنین یه دونش نصفاً اسمش نمیدونم چیه، این بنده خدا مثل که بعدش ازدواج کردن، درسته؟ هیچ کدومشون ازدواج نکردن. بعد از پیغمبر که حضرت علی میگن اومد طلاقش قیابی چیز کردن. دروغ میگن. ما اسمش شنیدیم. دروغ میگن. اصلا نبوده همچین چیزی؟ همچین چیزی نبوده، نه. خب حالا یه سالیه، حالا اگه پیغمبر بودن حضرت عایشه اصلا همین جنگ جمل، یک لحظه میبخشید، همین جنگ جمل که رخ داد، بعد از جنگ جمل اومدن اصحاب علی اومدن گفتن که علی جان ما با اینا جنگیدیم و اینها رو به اصطلاح تار و مار کردیم، ما الان تو میگی به ما که از اینها غنیمت نگیریم و از اینها به اصطلاح اینها رو اسیر نگیریم. این چه جنگیه؟ این چه برخوردیه؟ خب ما با اینا جنگیدیم، باید از اینا اسیر بگیریم، اینا رو باید با خودمون ببریم، مالشون رو باید تاراج بکنیم. خب عادتا در جنگ اینطوری میشه دیگه، کسی که مغلوب باشه باید باش اینطوری برخورد بشه. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اومد به یارانش گفت خب کی میخواد از شما بره مادرش رو اسیر بگیره؟ برید عایشه رو اسیر بگیرید. همه سرشون انداختن پایین. چرا؟ چون علی میفهمید که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. علی به این اعتقاد بود که عایشه مادرش است، اگر نه در جنگ جمل بعد اسیرش میگرفت. شکست خورده بودن، سپاهشون تار و مار شده بود، چرا اسیر نگرفت؟ چرا برادر عایشه رو، محمد ابن ابی بکر رو امر کرد که با تعدادی از زنها با ام المؤمنین عایشه صدیقه ایشون رو صحیح و سالم ببرن در مدینه در خونش پیاده بکنن؟ چرا اومد پیش شطور حضرت عایشه گفت که ای مادر برای من طلب استغفار بکن و ایشون گفت که حضرت عایشه به حضرت علی گفت تو هم برای من طلب استغفار بکن؟ چون
قضیه جنگ قضیه دشمنی و عداوت و به اصطلاح تکفیر و این مسائل نبود. قضیه یا که حضرت علی اونا رو متهم به نفاق و به این مسائل بگن، قضیه اجتهاد بود و هدفشون هم جنگ نبود، اصلاح بود. جنگ رو منافقین و شاگردان عبدالله ابن سبی یهودی و خود عبدالله ابن سبی یهودی که در جمع سپاه حضرت علی بود را انداخت و بعد از اون صفین، بعد از اون هم که حضرت علی مجبور شد که اونها رو در نهروان تارمار بکنه که قضیه آخر به خوارج کشید و 4500 نفر از یاران خودش و حضرت علی از دم تیغ گذراند. دلیل من این کتاب مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل از میرزا نوری طبرسی است که در اینم صفحه دومش در اینجا میگه که در کتاب جهاد صفحه 68 میگه که ان محمد ابن داود به اسناده عن علی علیه السلام از علی علیه السلام روایت ان اصول عن قتل جمل، در مورد کشته های جمل پرسیده شد امشرکون هم، آیا اینا مشرک بودن؟ قال لا، گفت که نه، بل من الشرک فرو، بلکه از شرک فرار کردن. قیل فمنافقون، آیا منافق بودن؟ قال لا، ان المنافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، منافقین خدا را یاد نمیکنن مگر اندک. قیل فما هم، پس ای علی تو که با اینا جنگیدی، اینا رو کشتی، اینا کیا بودن؟ قال اخواننا بغوا علینا، برادران ما بر علی ما بغاوت کردن، فنصرنا علیهم، ما بر آنها پیروز شدیم. چرا؟ چون انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم دیگه برادرن. علی، این نظر علی نسبت به ام المؤمنین عایشه و کسانی بود که در جمل هستن. آقای احسان بفرمایید. آقای انصاری جان یه سوال کردم. بفرمایید. اگر خودی حضرت پیغمبر بودن این جنگ را مینداختن، این دریا چطور میشد؟ همون آیا بر اساس خودش باقی میمون یا رد میشد این آیا ها؟ متوجه نشدم سوالتون رو. اگه خودی حضرت پیغمبر هنوز بودن و هنوز میومد قرآن به قول گفتن ادامه داشت درست و خانم عایشه همچین حرکتی میکرد، آیا این آیا به قول گفتن رو اساس خودش باقی میموند امهات المؤمنین؟ بله چرا نه؟ چون که بله چرا نه؟ اولا که اگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زنده می بودن هرگز همچین جنگی رخ نمی گرفت، یعنی اتفاق نمی افتاد. ثانیاً شما یک مشکلی که دارید این است که فکر میکنید که اگر دو نفر با هم دیگه جنگیدن حتما کافرن. الله سبحانه و تعالی در سوره حجرات در آیه 9 بعد از اینکه یک سری مسائلی رو بیان میکنه که مثلا به اصطلاح غیبت و نمامی و کسی فاسق خبری برای شما بیاره که اینا همه اسباب جنگ و درگیری است، با وجود اینها اگر مؤمنین به این چیزا عمل نکردن با هم دیگه درگیر شدن. در مورد دو گروه مؤمنی که با هم دیگه میجنگن چی میگه؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنین، حتی نگفته مسلمان ها، گفته مؤمنین، اول اینجا اومده هر دو طایفه رو ایمانشون رو تاکید کرده، ثابت کرده. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، بین آنها صلح برقرار بکنید. فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی بر دیگری بغاوت کرد، فقاتلوا التي تبغي، اون کسی که باغی شده آن را بکشید. حضرت علی اونجا چی گفته بود؟ اخواننا بغوا علینا، یعنی برادران ما هستن که بر علی ما بغاوت کردن، نه منافقن نه مشرک. اینجا میگه فقاتلوا التي تبغي، آن کسی که باغی هست آن را بکشید، حتی تفیء الی امر الله، تا اینکه سر تسلیم فرود آورد در مقابل امر الله سبحانه و تعالی. فان فاءت فاصلحوا بینهما، اگر که جنگ فروکش کرد اینا قبول کردن سر بینا صلح برقرار بکنید، بالعدل، با عدالت، و اقسطوا، و قسط در اینجا به معنی چی است؟ عدالت پیشه کردن، یعنی با عدالت قضاوت کردن در بین آنها. ان الله یحب المقسطین، الله سبحانه و تعالی دوست دارد کسانی رو که عادلانه رفتار میکنن. بعد از اون مباشرتا میگه انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادران یکدیگرن. فاصلحوا بین اخویکم، صلح برقرار کنید بین برادرانتون. واتقوا الله، از الله بترسید. لعلکم ترحمون، تا بر شما رحم کرده شود. بله این مال بعدی قرآن جنگ پیش اومد، درسته؟ بعد این آیا بود قرآن پیش از اینکه این جنگ پیش بیاد حکم رو بیان کرده. قرآن پیش از اینکه جنگ پیش بیاد حکم رو بیان کرده. یعنی مثلا الان که دارن داعش می‌جنگن با مثلا این هشتی شهری، الان اینا به صلحش اومدن؟ باید صلح بدن. هر جا که مسلمان ها با هم دیگه می‌جنگن، وظیفه کشورهای اسلامی، وظیفه من و تو این است که بینشون صلح برقرار بکنیم. اگر یک طرفی ولو اینکه این طرف ادعا بکنه که بر حق است، اگر که صلح رو نپذیرفت، آشتی رو نپذیرفت،
پایان جنگ رو نپذیرفت، وظیفه من و تو و امت اسلامی این است که در کنار آن کسی که صلح رو نپذیرفته و میخواد بجنگه اون رو ترک بکنیم، در کنار کسی قرار بگیریم که آماده صلح است، آماده آشتی است، آماده این است که امنیت و آرامی در بین مسلمان ها برقرار بشه، تا اینکه طرف مقابل رو مجبور بکنیم که بیاد پای میز مذاکره و صلح و آشتی رو بپذیره. متاسفانه امروز این احکام قرآن در بین امت اسلامی تطبیق نمیشه. اگر تطبیق میشد نه ایران و عراق با هم میجنگیدن، نه مسلمان ها در سوریه و عراق با هم دیگه درگیر می شدن، نه در افغانستان با هم دیگه درگیر می شدن، نه در کشورهای دیگه. وقت ما به طرف کدوم گرفت، حقا یا نه حقا؟ جان؟ بین دو تا مسلمان حق یا نه حق وجود داره، بالاخره نمیشه هر دو تا درست بگم. درسته؟ به طرف حق گرفت، نمیشه که به طرفی اون یکی که حالا میاد صلح کنه یا اون اصلا نه حقه. همین کسی که میاد صلح میکنه، چرا الله سبحانه و تعالی گفته که فاصلحوا بینهما بالعدل، با عدالت یعنی در بینشون صلح بکنید. این نشه که مثلا من بیام به بهانه صلح طرف ظالم رو بگیرم و مظلوم رو از حقش محروم بکنم. خب میدونم الان یه سال یه وقت خداحافظ کنم، الان این حکمی طلحه و زبیر که تو جنگ جمل کشته شدن، اینا جریانش دقیقاً همین است. حتی در روایات دیگری هم از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، اینجا در کتاب قرب الاسناد از حمیری، یکی از علمای بزرگ شیعه است که در قرن ثالث هجری زندگی می کرده، ایشون در کتاب قرب الاسناد صفحه 94 میگه که علی علیه السلام میفرماد لم یکن ینسب احدا من اهل حربه الى الشرك ولا الى النفاق ولكنه كان يقول هم اخواننا بغوا علينا. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هیچ کس از اهل حربش، کسانی که با ایشان جنگیدن، طلحه، زبیر، معاویه، هیچ کدومشون رو نمیگفت که اینا مشرک هستن و نمیگفت که اینها منافق هستن، بلکه میگفت که اینا برادران ما هستن که بر ما بغاوت کردن. یعنی خدا همین حکم میکنه، میگه یعنی شما زنگ گیرین با خلیفه وقت دادون بیا این تو بهش اینقدر دیگه، یعنی همین جوریه بدون دوست عزیز ببین آنچه که اتفاق افتاد نه خواسته سیدنا علی بود، نه خواسته عایشه بود، نه خواسته طلحه بود، نه خواسته زبیر بود، نه خواسته معاویه بود. هر کدومشون برای خودشون اجتهادی داشتن، هر کدومشون برای خودشون به اصطلاح هدفی داشتن. منتها یک نکته رو من اینجا اشاره بکنم. من یک موضوعی دوستی برای ما سوالی فرستاده بود هفته گذشته، من انشالله این پیدا بکنم. یک لحظه فقط همین یک لحظه. اینجا بیننده پرسیدن که شما اگر در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه می بودید در کدام صف قرار می گرفتید؟ در درگیری با ام المؤمنین عایشه، در درگیری با طلحه و زبیر، در درگیری با معاویه، در نهروان، در اینجا؟ ما اهل سنت، همه ما و من، اگر در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه می بودیم، در صف سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در کنار او شمشیر می زدیم، خاک پای سیدنا علی را سرمه چشممون قرار می دادیم، چون که ایشان خلیفه برحق بودن، با ایشون بیعت صورت گرفته بود. اطاعت از ولی امر در نزد ما واجب است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. اولو الامر ما در آن زمان علی ابن ابی طالب بود. اگر من می بودم در اون زمان، اگر اهل سنت می بودن در اون زمان، در صف سیدنا علی رضی الله تعالی عنه قرار می گرفتن، چون که ایشون خلیفه برحق بودن. اما این هیچ وقت دلیل نمیشه که ما مخالفین ایشون رو بگیم کافر بودن، مشرک بودن، چون که علی، ما شیعه علی هستیم. علی میگه که بابا اونا منافق نبودن، مشرک نبودن، برادران ما بودن، بغاوت کرده بودن. خب آقای انصاری قربونت برم، آخه چه جور میشه شما یعنی اگه دستتون میرسید به طلحه و زبیر صفی یار امیرالمومنین بودی، طلحه و زبیر میکشتی شما؟ طلحه و زبیر رو یاران علی نکشتن. طلحه و زبیر رو یاران علی نکشتن. طلحه و زبیر رو کسانی کشتن که همونا بعدن اومدن حضرت علی رو هم کشتن. ببین عبدالرحمن ابن ملجم خب کی بود؟ شما بودید چیکار میکردی؟ جان من گوش کن.
حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو کی کشت؟ عبدالرحمن ابن ملجم. عبدالرحمن ابن ملجم از جمله کی بود؟ از جمله خوارج بود. خوارج از کجا به وجود آمدن؟ بعد از اینکه حضرت علی حکمیت رو پذیرفت، اینا آمدن گفتن لا حکم الا لله. علی هم کافر شده، معاویه هم کافر شده. پس یکیشون رفت که معاویه رو بکشه، یکیشون رفت که علی رو بکشه، یکیشون رفت که عمرو ابن عاص رو بکشه. اصلا خوارج در سپاه حضرت علی بودن. حضرت علی با همین خوارج در نهروان جنگید، بیش از 4000 نفر اونها رو قتل عام کرد. بعد از شکست نهروان اونها قسم خوردن که علی رو بکشن، بعداً اومدن علی رو کشتن. متوجه هستید؟ ثانیاً وقتی که انسان در جنگ در کنار ولی امر خودش می جنگه، مثلا در اون زمان حضرت علی ولی امر رو، سوال شما واضح هست، من در کنار حضرت علی دارم می جنگم، کسانی که بیان شمشیر بکشن بر ولی امر من که سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه باشه، هر کسی که میخواد باشه، من از ولی امرم دفاع میکنم ولو که در این راه کشته بشم. زنده. یعنی شما قشنگ اگه دست میرسید به طلب و زبیر نه دیگه، ببین حضرت علی هم و اصحاب حضرت علی هم همیشه ببین در جنگ ها وقتی در کتابای خودتون اومده، روایتش من انشالله پیدا کنم نشون میدم، وقتی که قاتل طلحه اومد سر طلحه رو آورد پیش حضرت علی، گفت بشارت بده ای علی که طلحه رو کشتم، اینم سرش. حضرت علی چیکار کرد؟ توبیخش کرد، بشارت به جهنمش داد. چرا؟ چون علی نمیخواست که طلحه کشته بشه، علی نمیخواست که زبیر کشته بشه. بعد از اون حضرت علی اومد سر جسد طلحه و زبیر چی گفت؟ در کتابای خودتون اومده، گفت ای کاش از مادر به دنیا نیامده بودم و شما را این گونه افتاده در زمین نمیدیدم. تو ای زبیر چقدر با شمشیرت از پیامبر دفاع کردی، تو ای طلحه چقدر در جهاد با پیامبر همراه بودی. حضرت علی راضی به کشتن اونها نبود. اما وقتی جنگ شد خوارج و منافقین، افراد عبدالله ابن سبع یهودی، هدفشون این بود که کشت و کشتار بشه، جنگ صورت بگیره، مسلمان ها با هم درگیر بشن تا اونها به قدرت برسن. اونا نه علی رو میخواستن، نه معاویه رو، نه طلحه رو میخواستن، نه زبیر رو، نه عایشه رو میخواستن، نه فاطمه رو. اونها دشمن دین اسلام بودن. خب میشه ما 10 ثانیه حرف بزنیم شما جواب ما. احسان جان شما خیلی وقت گرفتید، اگر که بذارید برای هفته آینده ممنونتون میشم. جواب نگرفتم. والا جواب نگرفتم. اگه شما تو سپاه امیرالمومنین بودین، دستتون به قول گفتنی به عایشه، حضرت عایشه و به قول گفتنی زبیر و طلحه میرسید، واقعا بگوین چی کار میکردید؟ اگر حضرت علی، یک چیز بگم، اعتقاد ما اهل سنت اینه، اگر حضرت علی در اون روز امر میکرد که عایشه رو بکشید، طلحه رو بکشید، زبیر رو بکشید، کسانی که در اون لشکر بودن، هر کسی که میخواد باشه، اطاعت باید از ولی امر و امیرشون بکنن. ایوه این اعتقاد اهل سنت است، ما تقیه نداریم با شما. آره که نه خب همین ما مگه تو همون جنگ بودیم همین کارو می‌کردیم. اما شما ببینید، اما آقا احسان، اما فرق من و شما چی است؟ شما با این اعتقاد که اونها کافر بودن با اونها می جنگیدید، اما ما چون شیعه علی هستیم اعتقاد ما این است که علی چون میگفت اونها کافر نیستن، مسلمانن، مؤمنن، با این نیت باشون می جنگیدیم. بعد می‌کشتیندشون. نه دیگه ببینید الان شما با حقد و کینه دارید، گوش کنید، با حقد و کینه دارید، نه والا با حقد و کینه دارید صحبت میکنید. نه با حقد و کینه. ببینید آقا احسان یه چیز بهتون بگم، رفاقت دارم بهت میگم آقا احسان یه چیز بهت بگم، تلک امتون قد خلت، خداوند در قرآن میگه تلک امتون قد خلت، اینها امتی هستن که گذشتن، لهم ما کسبوا ولکم ما کسبتم، اونا هر چی که کردن برای خودشون کردن و شما هر چی بکنید برای خودتون. ولا تسألون عما كانوا یعملون، از شماها نمیپرسن که اونها چیکار کردن. این رو همیشه آویزه گوشت داشته باش. دشمنی با گذشتگان، حقد و کینه داشتن به اونها دردی رو برای شما دوا نمیکنه. اما ای کاش من تو جنگ بودم. تشکر از شما آقای احسان، تشکر از شما، تشکر از شما، خدا نگهدارت. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید.
تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من صادق هستم، شما را از آلمان زحمت میدم. بفرمایید صادق جان برادر عزیز. برادر عزیز، من تا بال پروگرامتان شنیدم، کسایی که از ایران هم زنگ میزنن اینا را هم شنیدم. بله. من خواستم از این برادرایی که الان اینقدر با تعصب با بغض صحبت میکنن، برای شما بسیار به احترام با اونا برخورد میکنین، آیا من اجازه دارم که از این برادرها سوال کنم که اگر شما مسلمان هستین چرا برادران اهل سنت اجازه ندارن در این یک مسجد داشته باشن؟ اگر شما واقعا به رسول الله ایمان دارین، اگر شما واقعا به خدا ایمان دارین، چرا با برادران اهل سنتتون این رویه را دارین؟ شما باور کنین که میال شما یک قصه حضرت علی را کردین با طلحه و زبیر، عین کار اینا در سوریه و عراق کردن، عین کار کردن، بهترین مسلمان ها را اینا شهید ساختن به نام ایناهان. شما باور کنین که من نمیفهم که چی رقم من اینا را برادر بگویم. همه امروز من تماما حرف شما را شنیدم، باور کنین هر رقم انسانی که برابر گنجشک عقل داشته باشه شما کتاب نشان میتین، سند میتین و اینا قبول ندارن، حرف خودم میزنن. فکر کنین که از یک کتاب 1000 ورق اینا یک ورق یافتن که هر انسان یک اشتباه داره. درست. اونمو اشتباه را پیدا میکنن و در حرف خود استاد هستن. الله اینا را هدایت کنه، اگر هدایت نمیکنه در قهر گرفتارشان کنه. آمین آمین. سلامت باشید. هر سال که من 70,000 طفل سوریه در یاد مکینا از تیغ کشیدن به نام اهل سنت، از چشم حیوان اشک مفته. انسان خوبانین، اینا صدای ما را میشنون. ما مردمای بخی رعیت هستیم، مسلمان ها هستیم که در سیاست کار نداریم، مگر حق داده ما را الله، کتاب روان کرده برای ما الله. شما کتاب الله رواز کنین که در کجایش بغض و کینه است. شما با زبانتان میگن از خمینی بخوای راسن، از حسن و حسین راسن بخوای، از خدا نخوای. این عقیده شماست، این ایمان شماست. الله شما را حفظ کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. به سال حق. به سال حق، بفرمایید. ابو محمد از اهواز زنگ میزنم. آقای انصاری. ابو محمد بفرمایید برادر عزیز. آقا راجب یه سوالی داشتم. بفرمایید. این راجب یکی از آخوندهای تو محلمون میگه دیوز تو حسینیه، میگه یکی از زنهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم زده به رسول خدا صلی الله علیه و سلم تهمت زده زنا کرده با یه زنای دیگه. این واقعیت روایت هست، واقعا داره؟ در این مورد صحبت کردم. این آخوندها و کسانی که این حرف رو میزنن خود اینها ولد الزنا هستن. طبق اعتقاد علمای اسلام اینها خودشون ولد الزنا هستن. اون آخوند شما که در حسینیه این حرف رو میزنه همه زنها رو به آینه زن خودش میبینه، به آینه مادر خودش میبینه. این چرا این کار میکنن؟ از خدا نمیترسن؟ من خودم شیعه هستم. والا از خدا میترسیدن این کار رو نمیکردن. من الان ابو محمد از شما یک سوال میپرسم. ابو محمد برادر عزیز، مثلا شما مرجع تقلیدتو دوست داری، شما رهبرت رو دوست داری یا استاندارت رو یا فرماندارت رو یا که مثلا فرماندهت رو در سربازی یا معلمت رو در مدرسه، آیا دوست داری که کسی در مورد زنش صحبت بکنه؟ نه. ولو این که زنش خراب باشه، آیا دوست داری کسی در مورد زنش صحبت بکنه؟ نه، قبول نمی کنم. خب پس کسی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو دوست داشته باشه حداقلش اینه که در مورد ناموس پیامبر باید سکوت بکنه. این چرا این کار میکنن؟ از خدا نمیترسن؟ اینا یهودی زادن. اینا یهودی زادن عزیز دلم. یهودی زادن. آقای انصاری، حالا کار ندارم، خودم یک آدمی هستم به قول معروف دینم چی دوست دارم، ولی این آخونده من تعجب میکنم سر منبر میشینن، نزدیک 300 نفر 400 نفر تو حسینیه میشینن. خب اینا هم یک حرفایی میزنن، یعنی نمیدونم والا چی میگن اینا. خدا هدایتشون بده، خدا هدایتشون بده برادر عزیز، خدا هدایتشون بده.
والا چیکار کنیم دیگه؟ این مالا من خودم از این ساعت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول الله. الله اکبر. الله اکبر. دینشون دین حقیقتا دینشون دین اسلام نیست، این دین جهنمه. درست. الله متعال حفظتون کنه ابو محمد. الله متعال صبر و ثبات نصیبتون کنه در این کار. دستتون در نکنه. این آخوندام نمیدونم این حرفا از کجا میارن واقعا. کتب اهل شیعه هست، کتبشون اینطوری نوشتن یا اینا شاگردان عبدالله ابن سبع یهودی هستن. این حقد و کینه‌ای که اینها به اسلام دارن سبب میشه که این حرفا رو بزنن. خب فردا نمیمیرن، جواب خدا نمیدن. انشالله چقدر عمر کنه؟ 70 سال. انشالله وضعیتشون رو در آخرت خواهیم دید انشالله. آقا دستتون در نکنه واقعا. این شبکتون شبکه خیلی خوبه. سلامت باشید آقا محمد. واقعا آدم شبکه‌ای که این وصال حق داره حقیقتا وصال حقه. حقیقت را داره به مردم نشون میده. سلامت باشید ابو محمد برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه. دستتون در نکنه. واقعا مزاحمتون شدم. خدا باشه. خدا نگهدارتون. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری من یه جمله خواستم بگم به شما که بالاخره خانواده نشستن پای تلویزیون و همه دارن گوش میدن. مثلا مخاطبا رو بیننده گرامی لطف کنید همین دستگاهی که گذاشتید رو موبایلتون یا رو گوشی تلفن بردارید. صداتون واضحه که دارید با فیلتر صحبت میکنید. یعنی شنیده بودیم که آخوندا با چادر فرار میکنن و خلاصه یعنی صدا خودش صدا زن کرده. یعنی فکر میکنه مردم نمیفهمه. شرم باد بر آخوند. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. الو. بله سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام آقای انصاری. خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. بفرمایید. آقای انصاری شما خوبه؟ سلامت باشید. کمی بلندتر صحبت کنید بیننده گرامی. الو. آقای صدا خوبه الان؟ بله بفرمایید. عباس هستم، ایران تماس میگیرم. عباس جان بفرمایید. من بابت هفته گذشته فقط شرمندگی خواستم معذرت بخوام، چون هفته زنگ زده بودم و در مورد مور و نه سری صحبت کرده بودم. یکی از دوستام سید اولاد پیغمبرم از خواستم میگه قرار بود من بیارمش اینجا با شما صحبت کنه. یعنی همون لحظه که اومده بود گفتم شبکه رو تو خونهشون در آوردم و باباشم پاک کرده. درست. بعد در اومده بود که اون دم در که اومد دقیقا من اصلا یه لحظه چجور بگم حالا به عامیانه بگم جام کرده بودم. باباش ما گفت اومدی پیش این ملحد این کافر کسی که خونهشون به آدم حسابش نمیکنه. خیلی هم برخورد. والله فقط سر این به پسرش هم گفتم یعنی فرداش گفتم اگه پدرت یک آدم بزرگ نبود 2 اولاد پیغمبر نبود شاید اصلا جوابش میدادم. یکی این حرفما. یکی دیگه هم خواستم بگم آن ساینا کنید. من میخوام اینو بگم. ما میگیم حق مادری گردن هر انسانه، درسته؟ درست. اگه من خودم میگم من مادر ندارم، خب حالا زن بابامم یه خیلی دشمن جونی منه، واقعیت دارم میگم. مثلا بچگی تا سن 8 سالگی اینجا بزرگ نشدم. احترام بهش میذارم نه که نمیذارم. درست. گیر داده چون من تک فرزندم، یعنی هم مادر خودم، ولی از حدوداً 6 تا برادر 3 تا خواهر دارم. درست. ولی الان خیلی داره گیر میده. یعنی الان یه جورایی داره به بابام فشار میاره که آره بابا این کافر شده، این ملحد شده. خب من یه بابت اومدم بارها دارم از خدا خواهش میکنم خدا تو کمک کن. من هیچ جوابی نمیشنوم، یعنی هیچی حس نمیکنم. خیلی هم با من صحبت میکنن. من در مورد هر چیزی که دارم صحبت میکنم
خب اونا دارن یه چیز دیگه میگن. الان این پسر گفته آخونده نشسته بود در مورد ام المؤمنین عایشه اینو گفته. من میخوام اینو بگم نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. خدایا زبونم لال زبونم لال زبونم لال. اگه خدا رو واقعا ما داریم چرا جواب منو نمیده آقای انصاری؟ چرا من اینقدر التماسش میکنم، اینقدر ازش خواهش میکنم چرا جواب منو نمیده؟ چرا الان مثلا گیر کردم، من داخل یه قضیه گیر کردم، من یه دونه مشکل دارم. خب تمام مشکل منم همین خونه مادریمه که من میخوام بگیرم، نمیتونم بگیرم. باشه عباس جان، در این مورد صحبت میکنم، در این مورد صحبت میکنم، گرچه قبلا هم صحبت کردم اما بازم صحبت میکنم. بگم آره فقط من اینو میخوام بگم، فقط اینو دانا که علنی در اومدن به من گفتن که آره ما میریم میگیم تو یه آدم کافر شدی، یه وهابی شدی. من میخوام اینم وهابی یعنی کسی که خدا پرسته وهابیه، کسی که فقط خدا رو میپرسته، یعنی آدم کافر ملحد مشرک. من باید واسه خدا شریک پیدا کنم، واسه از امامزاده از اهل قبور استفاده کنم. من اینو میخوام بگم. خب من اینو یه چیز دیگه هم هست خواستم بگم، من انصاری با شرمنده وقتتون، چون هر بار من زنگ میزنم خدا وکیلی اینقدر گیرم های انصاری، اینقدر یعنی فکرم مشغول، شاید باور نکنیم من فقط منتظر برنامه شما، برنامه آقای هاشمی هستم که بشینم صحبت ما بکنم. بشینم من کسی رو ندارم صحبت کنم، تنها جایی که میتونم راحت صحبت کنم. حس میکنم به حرفام گیرن، حتی هر چیزی میگم به حرف دلم گوش میگیرم. این دوتا اشتراک هست. من میخوام اینو بگم آقای انصاری، فقط میخوام اینو بگم چرا مثلا کسی که از اهل قبور داره استفاده میکنه، از اون قبری که داره میخواد، جواب نمیگیره، بعد میاد خیلی راحت به من میگن تو هم از خدا خواستی جواب نگرفتی. من میگم با خدا آفریننده است، دوست نداره کمک کنه، تو چرا از این جواب نمیگیری؟ میگن نه، میگن تو باید من یک شریک پیدا کنم واسه خدا، یعنی یک کسی رو پیدا کنم که هم یار هم دست و هم پای خدا باشه تا من بشم یه آدم مسلمان. من میخوام اینو بگم، من میخوام در این مورد بارها و بارها من هزار تا حرف زدم نشده. فقط یه چیز دیگه آخرین حرف خواستم بگم، حق نامادری که نه به من شیر داده نه منو بزرگ کرده، آیا واقعا حقی گردن من هست؟ میتونم توهین کنم یا نه؟ این واقعی اینو میخوام بدونم. درست باشه، در این مورد صحبت میکنیم. دستون در نکنه، ببخشید در زنده باشید. الله مطالب ستون کنه. تشکرشون. در مورد نامادری ببینید، حتی در قضیه احسان به پدر و مادر، یک نمونه ای از احسان رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنن این است که انسان به اقارب، به خویشاوندان پدر و مادر و حتی به دوستان آنها، مثلا پدرتون با یکی دوسته، بعد از مرگ پدر اگر این دوست پدرتون رو جای دیدید تکریمش بکنید، احترامش بکنید. چرا؟ چون این جزء احسان به پدر و مادر محسوب میشه. نامادری یا مادراندر یا زن دوم پدر شما وقتی که در خونه شما زندگی میکنه و در عصمت پدر شما هست، شما باید احترامش رو داشته باشید، برخورد خوب باش بکنید به خاطر پدرتون، چون این جزء احسان به پدر مادر. اما اگر جایی بهتون زور میگه، جایی بهتون ظلم میکنه، جایی حرف خلاف واقع میزنه، در اونجا لا طاعة للمخلوق فی معصیت الخالق. در جایی که گناه و معصیت الله سبحانه و تعالی باشه، از هیچ مخلوقی ولو این که پدر و مادر حقیقی باشه انسان نباید اطاعت بکنه. و این قضیه مثلا ظلم میکنه بهتون، هیچ انسانی در مقابل ظلم نباید ساکت بنشینه. من حالا از این برداشت که مثلا شما باش درگیر بشید، این مصلحت رو خودتون بهتر میدونید در چه وضعیتی هستید در نظر بگیرید. در مورد خونه گفتید و دعایتون، ببینید من در برنامه قبلی در مورد دعا صحبت زیاد کردم که چرا دعا پذیرفته نمیشه، اگر پذیرفته بشه چگونه است، اگر پذیرفته نشه چه حکمتی در او وجود داره. نمیخوام دوباره اون حرفا رو تکرار بکنم، اما نکته جالبی به یادم اومد که شما قضیه خونه مادرتون هست و به شما میگن که مشرک شده و کافر شده و فلان شده، میخوان اینو از شما به زور بگیرن. صهیب ابن سنان رومی یکی از صحابه مستضعف بود در مکه، صحابی بود که در بلال ابن رباح و صهیب رومی و اینا کسایی بودن که از مستضعفین
مهاجرین محسوب می شدن که در مکه ایمان آوردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از اینکه مردم هجرت کردن، ایشون هم دار و ندارش رو در یک جایی پنهان کرد به امید اینکه برمیگرده به مکه دوباره. جایی پنهان کرد و سرش رو پوشید و راهی مدینه شد. سر راهش مشرکین گرفتن. قصه طولانی است. علی کل حال گفتن که کجا میری؟ اومدی پیش ما، هیچی نداشتی، برده بودی، حالا اینجا صاحب مال و منال شدی، حالا میخوای بری هجرت بکنی. درگیری لفظی شد و میخواستن که تیری گرفت به کمان انداخت، گفت که میدونید که من تیرم خطا نمیره، میزنمتون. خلاص مشرکین گفتن که به نتیجه برسیم با هم دیگه. گفت نظرتون چیه که من مالمو به شما بدم و شما منو اجازه بدید که پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم برم. گفتن خوبه. گفت در فلان خانه، در فلان جا، در فلان گوشه مالم دفن هست، برید هر چی که من دار و ندارم بوده مال شما. هر چی داشت، خدا طلا داشت، نقره داشت، پول داشت، هر چی داشت اونجا بود. گفتن برو بگیر، برید بگیرید. مشرکین رفتن دیدن که بله گنجی وجود داره اونجا، مال صهیب، گرفتن و اینو رهاش کردن. چون اگر مشرک هم بودن مثل آخوندا بدقول نبودن، یعنی به قولشون عمل میکردن. رهاش کردن و ایشون اومد مدینه. مدینه که اومد، رسول الله صلی الله علیه و سلم از طریق وحی جبرئیل به ایشون خبر داده بود. رفتن به استقبال صهیب. تا صهیب رو دیدن چی گفتن؟ ربح البیع یا ابا یحیی، چه تجارت سودمندی کردی ای ابا یحیی. ابو یحیی کنیه صهیب ابن سنان رومی بود. ربح البیع یعنی این تجارتی که کردی، این خرید و فروشی که کردی، یعنی دینت را خریدی، مالت را دادی. در ظاهر ما انسان‌ها ضرر است دیگه. انسان مال، هر چه دارایی که داره غیر از لباسش و کمانش و شمشیرش، دیگه هر چی داشت رو داد، دینش رو خرید. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی این حرف رو زدن یعنی چی؟ یعنی به صهیب بشارت جنت دادن. ربح البیع یا ابا یحیی، تجارتی که کردی، فروشی که کردی سود داشت، سودمند بود. چرا؟ چون این مال دنیا، همین صحابه اومدن در مدینه، انقدر مال و منال دنیا خداوند بهشون داد چندین برابر مکه. چون که خداوند یعنی در قرآن کریم این قاعده رو گذاشته که کسی که هجرت بکنه در راه الله سبحانه و تعالی، و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغم، یعنی کسی که در راه الله سبحانه و تعالی هجرت بکنه، در زمین فراوانی نعمت و برکات و کمک های الله سبحانه و تعالی نصیبش میشه. پس بیع یا فروش و خرید ابا یحیی یا صهیب ابن سنان رومی براش سودمند بود. همین بود که الله سبحانه و تعالی این آیه رو نازل کرد در مورد امثال ایشون. اگر نشون بدید رفیق جان، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. از مردم کسانی هستند که جان خود را برای به دست آوردن خوشنودی الله میفروشند و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است. یا جان خود را میخرن یا جان خود را میفروشن. در هر دو صورت میگن که این آیه در مورد همین واقع نازل شده که صهیب ابن سنان رومی جانش رو خرید، مالش رو داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش بشارت دادن که ربح البیع یا ابا یحیی. تشکر میکنیم از عباس جان برادر عزیز و بزرگوار. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. از احمد از سال گلستان تماس میگیرم. آقای احمد بفرمایید. آقای انصاری، من توی ایران زندگی میکنم و وضعیت زندگیم توی ایران الحمدلله راضیم. یکم اختلاف هست که مسائل دینی. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو. بفرمایید. آقای انصاری سلام. سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. الله اکبر. یه عرضی داشتم برای آقای احسان که از اسمان زنگ زد. موعظه هر بار مسئله داره میگه آقای احسان زیرا رو نکه. روزی جنگ جمل مولا علی بعد از جنگ خون گریه کرد. حضرت عایشه را
با 40 زن تو هیبت مرد فرستادش خونه، عزتش گذاشت، درست، زیر رو نکشید. یه پیامی هم داشتم برای این دوستمون که میگفت تو خونه اذیت میشم. فقط یه لحظه، این مشکلات ما همه‌مون داریم، یه لحظه، فقط یه لحظه یادی اون روز بیفته پیغمبرمون محمد مصطفی سلام الله علیها رفته بود یثرب برای دعوتگری. وقتی داشت با زید در میگشت به خاطر این که مردم اونجا داشتن بهش سنگ میزدن، خون برش را افتاده رسید به پاهاش. زید در میگشت مثلا یه کاری میکرد، اما یه لحظه پیام دید به پیغمبر که میخوای این دوتا کورا این ملت و وحمت اینا له کنن، اما پیغمبر گذاشت. خیلی ظلم شد اما گذاشت. به همه ما ظلم میشه اما خدا دا حق میشه، ما امید به حقش داریم. خیلی ممنون از برنامه‌تون آقای انصاری، خیلی متشکرم، خوشحال شدم با دوست صحبت کردم. تشکر. خدا انشالله نگهدارت بشه. الله مطالب ستون کنه. سلامت باشید. تشکر از شما. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام. سلام و رحمت الله. لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید بیننده گرامی. صدای تلویزیون رو ببندید. بله صدا رو بستم. صدا میاد ببخشید. حمزه دوست عزیز، خدمت شما عرض کردم که هفته آینده تماس بگیرید. خواهش میکنم هفته آینده تماس بگیرید. شما حدود نیم ساعت صحبت کردید. من صحبت نکردم. تشکر از شما. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چند تا سوال داشتم. سوالاتونو در برنامه پرسش و پاسخ مطرح کنید بیننده گرامی. یعقوب کلینی شیش امامی بوده که از ابو بصیر و زلاله روایت میکرده. و سوال دوم، امام حسین برای جهاد نیامده در برابر یزید جهاد کنه. اگه میامد با یک لشکر جنگی میامد، نه که با زن و بچه و طفل شیخار و اینا بیاد. باشه در این مورد صحبت میکنیم. تشکر. خیلی ممنون. خدا نگهدار. کلینی شیش امامی بوده. ما قبلا در این مورد در برنامه حجت بی حجت صحبت کردیم که خیلی از روات اینها، علمای اینها واقفی بودن یا که 12 امامی نبودن، چون این دین به مرور زمان بر طبق حال و احوال روزگار تطور پیدا کرده، پیشرفت کرده، دروغایی بهش اضافه کردن، خرافاتی بهش چسباندن. مثلا همین قضیه اسمت در مشرحه بهارالانوار آیت الله محسنی، یکی از علمای بزرگ ایشون شیعه، در کتاب خودش میگه که از قضیه اسمت تقریبا 200 خورده سال بعد از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به وجود آمد. یعنی امامان اهل بیت قائل به اسمت خودشون نبودن و هیچ دلیل منطقی هم برای این قضیه وجود نداره. در مورد مطلب دیگری که برادر عزیزمون فرمودن انشاءالله صحبت خواهم کرد در مسئله برنامه. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز باشید. الحمدلله. سلامت باشید. استاد عزیز، من درباره همین بعضی موافقانی هستند که در حق ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها چی میکنن، سخنهای ناجور میگن. خداوند الله سبحانه و تعالی در قرآن در سوره نور فرمودگان که این قصه منافقا نه بلکه بر ام المؤمنین بلکه بر خود پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین کردن است. زیرا الله سبحانه و تعالی گفتگی است که زن زناکار بر مرد زناکار لایق است و مرد زناکار بر زن زناکار لایق است. خود این آیه دلیل برام میکند که اگر
نعوذ بالله حضرت عایشه به این گونه عمل زشت واقع شدن، پس پیامبر نیز همین گونه انسان بودن. لیکن این منافقان قصدشون همین است که از بین بردن آبروی پیامبر صلی الله علیه و سلم و از بین بردن اسلام و دشمنی با اسلام دارن و الله سبحانه و تعالی سپاسگزاریم که این گونه شبکه‌ها به مثل شبکه شما هست، به مثل استاد هاشمی که بسیار دفاع میکنید و خداوند دعا میکنیم شما رو در این راه ثابت قدم نگه بدارد و هرچی به مثل صحابان پیامبر صلی الله علیه و سلم مجاهدین روی حق شما رو نیز قرار بدهد. آمین. و دعاگو باش استاد عزیز در حق ما نیز. و از شما همین خواهش رو داشتم که کلیپی هست استاد هاشمی در شبکه کلمه نشان دادن، آخوند در منبر نشسته بود و می گفت که حضرت حسین 50,000 سال پیش از آدم اگر علاج باشد. متاسفانه تماس ایشون قطع شد قبل از اینکه مطلبشون رو کامل بکنن. انشالله اگر دوباره تونستن تماس بگیرن تا در مورد کلیپی میخواستن توضیح بدن. من یک روایتی رو هدیه میکنم به آقا احسان، به ابو محمد، به عباس آقا، به همه نعیزانی که چه شیعه هستن، چه سنی هستن، چه شیعه بودن سنی شدن و هنوز براشون این قضیه حل نشده که بابا علی با صحابه اختلاف داشت، در بعضی جا حتی نسبت به هم دیگه کین هم داشتن، رو مسائل سیاسی بوده بیشتر. روایتی خیلی واقعا برای من جالب است، دوستان اگر این روایت رو نگاه بکنن. در این کتاب فضایل صحابه اینجا یک روایتی است، روایت شماره 1057 در صفحه 618. میگن که از علی رضی الله تعالی عنه روایت است که ایشون فرمود اینی لارجو ان اکون انا، من امیدوار هستم که من یعنی علی و عثمان و طلحه و زبیر، که من و عثمان و طلحه زبیر، چون حضرت علی با اینا به یک سری اختلافات سیاسی داشتن و با طلحه و زبیر که قضیه به جنگ جمل کشیده شد، ممن قال الله عز وجل، از جمله کسانی باشیم علی و عثمان و طلحه و زبیر که الله عز وجل در مورد اینا چه فرموده؟ و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. تشکر میکنم رفیق جان. بریم ببینیم که این آیه در قرآن کریم در سوره چی است؟ در سوره اعراف آیه 43. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ و نزعنا ما فی صدورهم من غل، و آنچه از کینه و نفرت که در سینه هایشان هست چیکار میکنیم؟ بر میکنیم، دور میکنیم. اینجا الله سبحانه و تعالی آیه قبلیش رو بخونیم که معنی کمی کاملتر بشه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن، آنها را به اندازه توانشان تکلیف نمی کنیم، الا به اندازه توانشان تکلیف نمی کنیم. اینها اصحاب جنت هستند، یعنی اهل بهشت هستند، در آنجا جاویدان میمانند. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، و اینها غل و کینه و حقد را از نفرت را از سینه اینها دور میکنیم. تجری من تحتهم الانهار، اینها رو در جنتی که در اونجا از فرودست آن باغها نهرها جاری است در آنجا جای خواهیم داد. و قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، و میگویند که سپاس مخصوص خداوندی که ما را به این هدایت داده. این الله سبحانه و تعالی این رو بیان میکنه در مورد من این آیه دیگری هم هست، این رو خدمت شما 47 این آیه بود که منظور من بود، حالا اون آیه اومد اینجا هست. بعد از این اینا میگن که ان المتقین فی جنات و عیون، نیکوکاران انسانهای متقی در بهشتی هستند در کنار چشمه ها.
ادخلوها بسلام آمنین، داخل شوید بر این بهشت به سلامتی و امنیت. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، و آنچه در دلهایشان از کینه و نفرت و حسد بود بیرون کشیدیم. اخوانا علی سرر متقابلین، اینها روبروی هم دیگه برادرانه بر تخت‌های روبروی یکدیگر قرار دارن. الان چی میشه؟ واضح تر بگم خدمتتون. طلحه، زبیر، عایشه، علی، ابوبکر، عمر، جمهور صحابه، الله سبحانه و تعالی به خاطر ایمان و عمل صالحشون، اون اگر به خاطر مسائل دنیوی و سیاسی و حکومتداری اختلافی هم با هم دیگه داشتن، کینه و حسد و نفرتی هم با هم دیگه داشتن، الله سبحانه و تعالی میگه که ما اینها رو از دلهای اینها میکشیم، دور میکنیم، وارد جنتشون میکنیم. روبروی هم دیگه در تختهای روان در جنت، زیر درختان که از زیر این درختان نهرها جاری است، در کنار هم دیگه خواهم بود. اخوانا علی سرر متقابلین، برادرانه با هم دیگه در تختهای روبرو. اونجا اینا همه میرن وارد جنت. کی میمونه پشت در جنت و سرنوشتش به جهنم موصول میشه؟ همینایی که امروز اومدن دم از محبت علی میزنن و حقد و کینه بقیه رو دارن. خداوند اینا رو کینه و حقدی که داشتن در سینه از هم دیگه دور میکنه، اینها رو وارد بهشت میکنه. وای به حال تو بدبختی بیچاره ای که علی بره جنت، حسن و حسین و فاطمه و اهل بیت برن جنت، صحابه برن جنت، و تو بدبختی بیچاره مفلس پشت در بمانی و با کله بری کنار عبدالله ابن ابی ابن سلول در جهنم. پس این اتمام حجتی است به شما شیعیان. یک کمی تفکر و تدبر بکنید در این آیات که الله سبحانه و تعالی اونها بنده های نازدانه الله هستند. به خاطر زحماتی که برای دین کشیدن، شماها چیکار کردید برای دین؟ غیر از به سر کله خودتون در حسینیه زدید، حقد و کینه همسران و اصحاب پیامبر رو داشتید. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام، ببخشید به صلاح. به صالح حق، بفرمایید. ببخشید نه از مشهد تماس میگم. واقعا حرف شما درست، این شرک مردم زیاد شده. درست. بعد ببخشید امام زمان واقعیه یا نه؟ امام زمان برای خالی کردن جیب مردم ساختن امام زمان رو، واقعیتی نداره برادر خواهر گرامی. بعد دست این همه حدیثی که میگن همش الکیه دیگه، درسته؟ این روایت ها رو ساختن. در اصل اعتقاد بر این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن در آخر از زمان شخصی میاد، نگفتن که به دنیا اومده، میاد در آخر از زمان، اما اینا به دنیا آوردنش به زورکی و خلاصه بزرگش کردن، بعد غیبش کردن تا جیب مردم رو خالی بکنن. بعد ما که از امام رضا اینا همه مسلمان ها زدن، این شما عمان و عثمان و اینا همه هم بهش شک نورزین دیگه. ما تا حالا دیدید که کسی مثلا گفته باشه یا عمر یا ابوبکر یا عثمان؟ من گفتم اینو؟ کسی گفته؟ کلام اصلی قرآن دیگه، درسته؟ شما از کتابای دیگه سخن میگید، فقط بعد از قرآن سخن میگید. ما اعتقاداتمون و همه حرفایی که زدیم از قرآن ثابت کردیم و در مقابل مخالفین از کتابهای اونها دلیل آوردیم بر بطلان مذهبشون. غیر از این کار دیگری کردیم؟ نه خیلی ممنون. تشکر از شما خواهر گرامی. خدا نگهدارتون. خدا. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. بله استاد عزیز، تماسم قطع شده بود. بفرمایید. اون کلیپی رو که استاد هاشمی که آخوند در منبر نشسته بود و داشت با مردم دروغ میگفت که حضرت امام حسین 50,000 سال پیش از آدم علیه السلام تولد شده است. همین رو اگر علاجش میشد میگذاشتید که این رسوایی آخونده رو به تمام مردم مسلمان نشان میداده. اگر کلیپ در دسترس بود ان شاء الله پخش می‌کنیم. تشکر از شما. زنده باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من تقریبا نیم ساعت به پایان برنامه مونده. شاید عزیزانی که در فیسبوک اونجا دیده باشن عنوان برنامه امروز رو که
عنوانش رو دوستان در خبرش اعلان کرده بودن که تهمت زنازادگی و بیغیرتی شیعیان به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. این عنوان رو و مطالبی که در این باب آماده شده رو برای این انتخاب کردم که در طی 2-3 هفته گذشته باند تکفیری رافضی شبکه ولایت به سرکردگی علی شریفی و دیگر مشرکین و لقیط‌های قم به شبکه‌های توحیدی زنگ زدن، همچنین به ما هم زنگ زدن. یک روز گفتن که حضرت علی تهمت زنا زده به ام المؤمنین عایشه، یک روز گفتن که ابوبکر این تهمت رو زده، یک روز گفتن پیغمبر این تهمت رو زده و استناد کردن به روایت بخاری که وقتی که این خبر، من مختصری در این مورد صحبت میکنم چون میدونم که تعداد زیادی از اینها میخواستن تماس بگیرن و در این مورد شبه پراکنی بکنن و یکیشون هفته گذشته زنگ زد در برنامه و این موضوع رو میخواست در موردش صحبت بکنه. من اینکه خلاصه در مورد این حدیث صحبت میکنیم، حدیثی که به نام حدیث حفک معروف است و اینها اول اومدن در مورد حضرت علی که سکوت کرده بود در قضیه حفک، نه بر علیه ام المؤمنین و نه در تایید گفته منافقین، هیچ حرفی نزد، سکوت کرد، صحبت میکنم. بعد یک نوع رنجشی هم بود بین ام المؤمنین عایشه صدیقه و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در قضیه که حضرت علی اومد به رسول الله صلی الله علیه و آله گفت یا رسول الله اینقدر خودت ناراحت نکن، زنا زیاد هستن، برو یک زن دیگه بگیر، طلاقش بده، مادامی که مثلا همچین صحبتی بگو مگویی در موردش هست. حضرت علی از جمله کسانی بود که نه در تهمت زدن به ام المؤمنین عایشه صدیقه شرکت کرد و نه اومد براءت ایشون رو اعلان کرد. بعضی از صحابه مانند اسامه بن زید گفت یا رسول الله ما از عایشه غیر از خیر چیز دیگری ندیدیم و این اهل تو است و در او خیر و تقوا و پرهیزگاری ما دیدیم، غیر از خیر چیز دیگری ندیدیم. برصد اول اومدن اینو بهانه کردن که حضرت علی اعتقاد داشته به این چیز که اومدیم وقتی با دلایل محکم به دهانشون کوبیدیم، رفتن دنبال بقیه روایت که این قسمت از روایت است که ام المؤمنین عایشه صدیقه در ادامه قضیه بیان این مطلب میفرمایند که به خطاب به پدرش ام المؤمنین عایشه و مادرش بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش ایشون اومدن گفتن که اگر گناهی کردی طلب استغفار بکن، الله سبحانه و تعالی میبخشه. اگر اعتراف به گناهش بکنه و توبه بکنه، الله سبحانه و تعالی توبه رو میپذیره. این قضیه بسیار بر ام المؤمنین عایشه صدیقه گران تمام شد. ببینید قضیه این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم غیب نمیدانستند. منافقین در کل مدینه خبری رو پخش کردند. بعضی از صحابه متاثر شدن از این شایعات. رسول الله صلی الله علیه و سلم در آیه قرآن میفرماید الله سبحانه و تعالی که ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء، اگر غیب میدانستم عمل خیری فراوان انجام میدادم و به من هیچ بدی نمی رسید. یکی از بدی که به پیامبر رسید همین تهمتی بود که به همسرش زدن. اصلا هدف از این فلسفه این افک چی بود؟ درس های زیادی وجود داره و ابتلاع انبیا و خاندان پیامبران، همسر پیامبر، فرزندان پیامبر، حکمت های فراوان وجود داره. میشد که همین تهمت بر زن یکی از صحابه رخ بده، برای یکی دیگر از اهل بیت رخ بده و زن پیامبر در این قضیه متهم نشه. اما الله سبحانه و تعالی خواست چند درس مهم به امت بده. مثلا در همین اول سوره حجرات الله سبحانه و تعالی ابوبکر و عمر میان در حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند صحبت میکنن. قبیله میاد در پشت خانه پیامبر با صدای بلند صدا میکنن که یا محمد اخرج الینا. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
ناراحت میشن از این قضیه. الله سبحانه و تعالی همین بلند صحبت کردن صحابه و همین آمدن این وفد به خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم و این اتفاق افتادن ها سبب میشه که الله سبحانه و تعالی بیاد سوره ای رو نازل بکنه. در این صورت، در این سوره مبارکه ادب بکنه صحابه رو. چی بهشون بگه؟ یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین. رفیع جان اگر نشان بدید، یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، ای ابوبکر، ای عمر، ای صحابه، ای مؤمنین. اول میاد ایمان رو برای اینا ثابت میکنه. اول اینا رو مؤمن خطاب میکنه. نمیگه ای منافقین مثل شما شیعیان، نمیگه ای مشرکین، نمیگه ای غاصبین، میگه ای مؤمنین. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. پیش دستی نکنید در جلوی الله و رسولش. واتقوا الله ان الله سمیع علیم. از الله بترسید که خدا شنوای داناست. یا ایها الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق. دوباره تاکید میکنه ای مؤمنین، ای ابوبکر مؤمن، ای عمر مؤمن، ای صحابه، ای مؤمنین، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صداتون از صدای پیامبر بلندتر نکنید. ولا تجهروا له بالقول. وقتی صحبت میکنید با بلند دروشی صحبت نکنید با اونها. که جهر بعضکم لبعض، مانند که بین خودتون با هم دیگه اونطوری بلند صحبت میکنید. ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. از اینکه خوبی های شما، نیکی های شما، اعمال شایسته شما برباد بشه و شما ندانید. ببینید الله سبحانه و تعالی در اول یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا، اینها همه چی از ادب است. ادب کردن صحابه، چون اینا شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن که 23 سال در مکتب رسول الله، در مکتب خانه پیامبر اینها رو ثانیه ثانیه زندگیشون رو با آیات قرآن چیکار کرده؟ ساخته. نسل قرآن بودن اینها. در هر جای قرآن از با بسم الله تا سین و ناس در قرآن هر جا که میگه یا ایها الذین آمنو، به کی میگه؟ به من و شما میگه؟ به شیعیان و به اهل سنت و به زیدی و عمری به اینا میگه؟ نه. مصداق‌های این یا ایها الذین آمنو درست است که ما هم قبول داریم، ما باید به این عمل بکنیم. مصداق‌های این آیات یا ایها الذین آمنو کیا هستن؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ایمانشون، تقواشون، هدایتشون، اسلامشون، اینا الگو بودن. اینا رو خداوند ادب کرد. حتی خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو هم الله سبحانه و تعالی ادب کرده. ادب بهش یاد داده. ادبنی ربی، پروردگار من رو ادب یاد داده. مثلا خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. ای محمد صلی الله علیه و سلم، اگر تو هم شرک بیاری اعمالت برباد میشه، از جمله زیانکاران. این ادب کردن هست یا نه؟ در آیاتی که یا ایها الرسول، یا ایها النبی، در سوره اوایل سوره تحریم، ای پیامبر چرا بر خودت حرام میکنی چیزی رو که بر تو حلال کردیم؟ همه اینا تأدیب پیامبر است، ادب کردن پیامبر است. صحابه رو الله و رسولش ادب کردن. در قضیه افک بزرگترین درسی که در اینجا برای انسان ها هست، غیر از مسائل فقهی و حکم به اصطلاح 4 نفر شاهد آوردن، بزرگترین درسی که وجود دارد در این قضیه در سوره نور الله سبحانه و تعالی برای ما بیان میکنه که من خدمت شما عزیزان این رو از قرآن کریم اینجا خدمت من. در سوره نور ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، کسانی که تهمت بزرگ بر ام المؤمنین را وارد کردن گروهی از خود شما هستند. لا تحسبوه شرا لكم، فکر نکنید که این به ضرر شما هست، شر است برای شما. بل هو خیر لكم، بلکه این خیر است برای شما. لكل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، برای هر کس از اونها که این گناه را انجام دادن سهمی از گناه هست. والذی تولی کبره، کسی که بزرگترین سهم را از این گناه داشت کی بود؟ عبدالله ابن ابی ابن سلول، که له عذاب عظیم. چون میدونید که صحابه‌ای که در این تهمت اشتراک داشتن اونها شلاق زده شدن، یعنی همون به اصطلاح حکم تهمت زدن به زنان پاک بر اونها جاری شد. چرا بر عبدالله ابن ابی ابن سلول جاری نشد؟ چون الله سبحانه و تعالی در اینجا گفته بود که له عذاب عظیم،
این قصاص در دنیا تخفیف است از عذاب در آخرت، اما الله سبحانه و تعالی به رسولش این رو وحی کرد که در دنیا هم نباید این قصاص بشه، چون که عذاب دردناک آخرت در انتظارش است. اینجا درس است، اینجا درس است برای همه، برای رسول الله، برای ابوبکر، برای همسر ابوبکر مادر عایشه، برای حسان ابن ثابت، برای حساسه، برای همه صحابه‌ای که در این تهمت به اصطلاح تو دلشون شک و شبهه ایجاد شده بود. نکنم این اتفاقی افتاده باشه، طبیعت بشر است. چی شد؟ الله سبحانه و تعالی اینجا ادب میخواد بکنه، اول صحابه رو، بعد از اون همه مؤمنین رو. رفیع جان نشون بده. لولا، چرا انگامی که استمعتموه، وقتی که این تهمت را شنیدید، الله الان داره ادب میکنه. کیا را ادب میکنه؟ از ابوبکر، از پیامبر گرفته تا همه کسانی که تا آخر الزمان هستن ادبشون میکنه. به چی؟ به این ادب الهی. لولا استمعتموه، چرا انگامی که این تهمت را شنیدید، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، مردان و زنان مؤمن نسبت به هم دیگه باید گمان خیر نبرن. چرا نبرن؟ چرا نباید به هم دیگه گمان خیر نبرن؟ باید چی ببرن؟ باید به هم دیگه گمان خیر ببرند. یعنی چی؟ یعنی نماز صبح از مسجد اومدید بیرون، همین چند روز پیش اتفاق افتاد، دوستی قول و قرار گذاشته بود با من که بعد از نماز صبح در فلان مسجد نماز صبح رو اونجا با هم میخونیم، بعد با هم دیگه ملاقات میکنیم. رفتم نماز رو خوندم، در مسجد نبود. زنگ بهش زدم، تلفنش خاموش بود. تو دلم وسوسه شد، خب باشه نماز صبح رو نخوندی، حالا مسجد نیومدی، خوابت رفته حتما. اومدم خونه، 15-20 دقیقه منتظرش موندم، اومدم خونه، موبایلم باز کردم، در واتساپ پیام داده ساعت 1:30 شب که متاسفانه من مشکلی برام پیش اومد، نماز صبح در مسجد نمیتونم بیام، جای دیگه قرار دارم و شاید تلفنم هم خاموش باشه. پیام برام داده بود. از خدا طلب استغفار کردم. یعنی ببینید وظیفه یک مؤمن در همچین حالتی، وظیفه من باید این کار انجام میدم. حتما براش مشکلی پیش اومده، حتما تلفنش چارج تموم کرده، حتما مریض شده، حتما عذری داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میفرمایند؟ التمس لاخیک عذرا، برای برادرت عذر بتراش، خودت برای برادرت عذر بتراش. پس اینجا الله سبحانه و تعالی چیکار میکنه؟ ادب میکنه مؤمنین رو. میگه وقتی که همچین چیزی رو شنیدید، همچین تهمتی رو شنیدید، باید چیکار میکردید؟ باید گمان خیر میداشتید، گمان خوب میداشتید. بعد چی میگفتید؟ وقالوا هذا افک مبین، میگفتید که این تهمتی بزرگ و آشکار است. حتی علی رو داره ادب میکنه الله، حتی ابوبکر رو داره ادب میکنه، حتی عمر رومان رو داره ادب میکنه، حتی رسول الله رو داره ادب میکنه، تک تک صحابه و مؤمنین رو داره ادب میکنه. الله سبحانه و تعالی میگه ای مؤمنین، مگر رسول الله مؤمن نبودن؟ مگر صحابه مؤمن نبودن؟ خب همه اینا در این حکم شامل میشن. ای مؤمنین، وقتی که این تهمت ناروا رو شنیدید، باید میگفتید که این تهمت است، این دروغ است، گمان بد نمی بردید. اما ولد و زناهایی پیدا میشه تا آخر از زمان، اولادهای حرامی پیدا میشه تا آخر از زمان، لقیدهای قم و تهران پیدا میشه تا آخر از زمان که همون حرف عبدالله ابن ابی ابن سلول رو تکرار میکنن و از این آیات قرآن غافلن. الله سبحانه و تعالی اینجا ادب کرد اینا رو. درسته که ابوبکر، حسان ابن ثابت یا دیگران بعضیشون صراحتاً گفتن، ابوبکر هیچی نگفت. در اون روایت اینا میان ماسمالی میکنن به خاطر اینکه اون مرضهای قلبهای پلیدشون رو آشکار بکنن، میگن که ابوبکر همچین اعتقادی داشته. این حرف ام المؤمنین عایشه است. چرا؟ وقتی دید که حضرت ابوبکر صدیق جواب نداد، سکوت کرد، مثل حضرت علی، گفت حتما تو هم این اعتقاد رو داری، حتما تو هم از حرف منافقین متاثر شدی، در حالی که الله میدونه که من پاک و بری هستم. الله سبحانه و تعالی در آیات ابتدایی سوره نور اومد مسلمان ها را ادب کرد که در همچین وقایعی اینگونه برخورد بکنید. این جواب ما از قرآن
بر این قلب‌های مریضی که این گونه با ناموس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برخورد میکنن. اما جواب دیگری من دارم، جواب بر اساس منطق اینها، جواب بر اساس قلب‌های مریضی که اینها دارن. البته ما نمیم قبل از اینکه موضوع رو مطرح بکنم میگم هاشا و کلا که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که والله الذی لا اله الا هو، محبت علی، محبت حسن، محبت حسین، محبت سجاد زین العابدین، محبت محمد باقر، محبت جعفر صادق، موسی کاظم تا امام 11 اینها که از ائمه بزرگوار اهل بیت ما حساب میکنیم هادی، همه اینها محبتشون جز ایمان و اعتقاد ماست. توهین و اهانت به اینها رو ما کفر میدونیم، اهانت به رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونیم. این اعتقاد ماست، این اعتقاد اهل سنت است. ما در دینمون تقیه هم نیست، برای خوشخدمتی برای شما هم این کارا رو انجام نمیدیم. این جز ایمان ماست. ما اگر به آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در نمازمون در تشهدمون درود نفرستیم نمازمون کامل نمیشه. محبت به رسول الله، به همسران رسول الله، به اهل بیت رسول الله، به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم جز دین و اعتقاد ماست. اما اینایی که میان اینطور برداشت‌های بیمارگونه ای از روایات اهل سنت میکنن و سر و صدا را انداختن، جواب ما را هم بشنون، سری هم به کتاب‌های خودشون بزنن و ببینن که چه فضایحی در کتاب‌های خود اینها وجود داره. من روایت‌هایی هست از کتاب‌های خود اینها خدمت شما عزیزان میارم، اینها رو نشون میدم، قضاوت رو میگذاریم به عهده شما عزیزان. ببینید که اینها چگونه تهمت و افترا میبندن، تهمت زنازادگی، تهمت بیغیرتی. به کی؟ به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، به ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم. من تقریبا اینجا من حدود 30 روایت رو من دیروز آماده کردم. بعضی از اینها رو من خدمت شما عزیزان میخونم، همشون چون وقت نیست. ببینید که اینها چیکار کردن. تهمت زنا زدن به کی؟ شاید باورتون نشه، به همسر امام رضا. به زن امام رضا تهمت زنا زدن که فرزندی رو رفته، یعنی همسر امام رضا العیاذ بالله رفته در وقتی که در نکاح امام رضا بوده با یک مرد بیگانه دیگری زنا کرده و بعد از این زنا حامله شده و فرزندی به دنیا آورده و این فرزند رو نسبت داده به امام رضا. این مطلبی که دارم بهتون میگم در کتب اهل سنت نیست. نه ابن تیمیه گفته و نه ابن عبدالوهاب گفته، نه این کتاب را هم داعش و القاعده چاپ کرده. کتاب خودشون است. تهمت خود شیعیان به زنا به همسر کی؟ به همسر امام رضا و به امام موسی، به امام جواد تهمت زنازادگی که یعنی این ولد الزنا هست. امام جواد ولد الزنا هست. این در کتاب‌های خودشون اومده. دوستان نشون بدن این کتاب الکافی، اینم صفحه بعدش جزء اولش، اینم شناسنامه‌اش، کتاب حجه صفحه 197. علی ابن ابراهیم قمی از پدرش، از علی ابن محمد قاسانی، از زکریا تا میرسه به کی؟ از حسن ابن حسین ابن علی ابن حسین، میگه که والله لقد نصر الله ابوالحسن الرضا، به خدا قسم که الله ابوالحسن امام رضا رو نصرت کرد. فقال له الحسن ای والله جعلت فداک لقد بغی علیه اخوته، برادران امام رضا بر او بغاوت کردن. وهابیا نکردن این کارو، داعشی هم نکردن، برادران امام رضا. فقال علی ابن جعفر ای والله و نحن عمومته بغینا علی، حتی پسر عموهاشم بر علیش بغاوت کردن.
این در کتاب کافی صحیح‌ترین کتاب اینا اومده. فقال له الحسن جعلت فداک کیف صنعتم فانی لم احضرکم. چیکار کردید با امام رضا؟ من اونجا حاضر نبودم. قال له اخوته، برادران امام رضا بهش چی گفتن؟ و نحن ایضا، و پسر عموهاش هم اینو گفتن. ما کان فینا امام قط هائل اللون، در بین ما امام سیاه چرده نبوده، امام مشکی نبوده، امام سیاه نبوده، امام سبزه نبوده به اصطلاح، هائل اللون. فقال لهم الرضا هو ابنی. امام رضا بیچاره بدبخت گردنش کج میگه به خدا بچه منه، نکنید این کارو، به زن من تهمت زنا نزنید، زن من پاک دامنه. اما گفتن نه. قالوا فإن رسول الله قد قضي بالقافة فبيننا وبينك القافة. پیامبر صلی الله علیه و سلم چهره شناس آورده برای بعضیا، ما هم چهره شناس میاریم. الا لعنت الله علیکم یا ایها الروافض، لعنت خدا بر شما باد که به زن پاک دامن امام رضا تهمت زنا زدید، به همسرش تهمت کردید که رفته زنا کرده و امام جواد رو از زنا به دنیا آورده. این در کتاب خودشون هست. رفتن قیافه شناس آوردن. چقدر مظلوم بودن ائمه اهل بیت در دست این روافض. ببینید که امروز در کتاب کافی کلینی که همین امام زمان ملعونشون گفته که الکافی کافین لشیعتنا، مادامی که کافی کافین لشیعتنا باشه پس این روایت رو هم امام زمان تایید کرده، ولی باید میگفت که الکافی کافی لشیعتنا غیر عادی روایه، به غیر از این روایت، اما این رو نگفته. قال ابعثوا انتم الیهم فاما انا فلا، گفت برید شما قیافه شناس بیارید، من این کارو نمیکنم. ببینید حرمت نگذاشتن امام رضا رو، حرمت نگذاشتن زن امام رضا رو. شما از این بی غیرت ها میخواهید که به ام المؤمنین عایشه صدیقه حرمت بگذارن. ولا تعلموهم لما دعوتموهم ولتكونوا في بیوتکم، به اونا هم نگید که شما برای چی این کارو میکنید. امام از حیثیتش، از ناموسش میترسه، بدنام میشه. میگن قیافه شناس آوردن برای اینکه ثابت بکنن که همسر امام رضا زنا کرده یا نکرده، امام جواد حرامزاده هست یا حلال زاده است. امام از حیثیت و ناموس و شرف خودش میترسه. گفت شما این کارو بکنید، تو خونه منم نکنید، تو خونه خودتون بکنید این کارو. فلما جاهو اقعدونا فی البستان، بعد از این اومدن همه اینا رو در بستانی در جای نشستن. واستفع عمومته و اخوته و اخواته و اخذوا الرضا و البسوه جبة الصوف وقلن سوة منها و وضعوه على عنقه مسحاتا. بعد از امام رضای بیچاره بدبخت رو آوردن، تهمت زنا به همسرش، همه صف کشیدن، برادراش و خواهرای امام کاظم و امام رضا و همه پسرعموهاش و پسردایاش همه رو در یک صف قرار دادن و بعد امام رضای بیچاره بدبخت آوردن، یک لباس کشاورزی بهش پوشاندن، یک کلاه از این کلاه کشاورزا که میشن سرش گذاشتن، یک بیلم دستش دادن، گفتن برو تو باغ مشغول بیل زدن شو. لعنت خدا بر این روافض که امامان اهل بیت چه کشیدن از دست این بی غیرتا، چون خودشون حرامزاده هستن، حتی به امام اهل بیت هم شک میکنن که حرامزاده است. بعد از اون چیکار کردن؟ ثم جاءوا بأبي جعفر فقالوا الحقوا هذا الغلام بأبي. بعد از او امام آوردن، امام جواد آوردن، گفتن که این غلام رو پدرشو معلوم بکن از بین اینها. چقدر زشت، چقدر بد. تهمت زنازادگی به امام جواد، تهمت زنا کردن به همسر امام رضا، تهمت دیاست به حضرت امام رضا که اینقدر دیوس و بی غیرت بوده امام رضا که همسرش میرفته زنا میکرده، بچه به دنیا میورده، میورده تو خونه، اینو میچسبونده به امام رضا. الحق و عاد الغلام به، گفتن به این قیافه شناس که این پسر رو به پدرش نسبت بده. فقالوا لیس له ها هنا اب، گفت که این پدرش اینجا نیست. ولكن هذا عم ابی، عموی پدرش این است. یکی کسایی که اونجا وایساده بود عموی پدرش بود. و هذا عم ابی، این یکی هم عموی پدرش است. و هذا عمه، اینم کی است؟ عموی خود امام جواد است. و هذه عمته، اینم عمش است. و ان یکن له ها هنا اب فهو صاحب البستان، اگر که
این پسر یعنی امام جواد پدری داشته باشه در اینجا، پدر این پسر همون باغبانی است که داره اونجا بیل میزنه. فإن قدمیه و قدمیه واحد، پاهای هر دوتاشون مثل همدیگه است. این رو کی میگه؟ قیافه شناس میگه. فلما رجع ابوالحسن، وقتی که امام رضا برگشت، قالوا هذا ابو، این پدرش است. یعنی تهمت زنا به همسر امام رضا، تهمت حرامزادگی به امام جواد، تهمت بیغیرتی و دیاست هم به امام رضا. کی زده این تهمت رو؟ ابوبکر بغدادی و محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه و اینا نه. عربستان و کویت و امارات اینا نه. کی؟ کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی، ثقة الاسلامشون، بعد از قرآن صحیح ترین کتابشون. امام زمان هم گفته الکافی کافی لشیعتنا، امضام کرده کتاب کافی. این وضعیت یکی از امامان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم که گرفتار این رافضه. ببینین تو بین خودشون در کتاباشون اینجور چیزا رو دارن. ما نمیخواستیم این چیزا رو مطرح بکنیم، دوستم نداریم، اما وقتی که شما حرمت ناموس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو نگه نمیدارید، این گونه باید باهاتون برخورد بشه. این کتاب فروع کافی است. اینم از ثقة الاسلامشون محمد ابن یعقوب کلینی، کتاب فروع کافی. در اینجا یک تهمت میزنن که امام باقر روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شبی از کنار عایشه بلند شدن و عایشه وقتی که دید که در کنارش نیست شک کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن پیش کدام همسر دیگرش. بعد از اون میگه رفتم و دیدم اونجا که سر به سجده گذاشته رسول الله صلی الله علیه و سلم و چی میگه؟ پروردگارا، من اعتراف میکنم در بارگاه تو به گناه بزرگی و عمل زشتی و ظلمی که بر نفس خودم کردم. پروردگارا گناه من را ببخش که غیر از تو کسی دیگری این گناه بزرگ من رو غیر از تو کسی دیگری نمیبخشه. حالا پیامبر صلی الله علیه و سلم چه گناه بزرگی کرده بود که این کارو کرد؟ مشکل تنها اینجا نیست. حالا من خدمت شما مطلب دیگری رو نشون بدم که ببینید اینها چه کارهایی که نکردن. در ادامه همین روایت رفیع جان نشون بده. بعد از این روایت به ضبط روایت دیگری، روایت 13 از اون 14 15 شون، روایت 19 در همین باب در صفحه 183 کتاب الصلات. اینجا امام باقر چی میگه؟ امام موسی بن جعفر، امام کاظم، بعد از اون میگه که اینو خودشون روایت کردن ها، محمد بن سلیمان از پدرش که خارج شدن با ابوالحسن موسی بن جعفر الى بعد اموالی فقام الى صلاة الظهر، رفت نماز ظهر خواند. فلما فرغ خر لله ساجدا فسمعت یقول بصوت حزین، دیدم که در سجده با صدایی که غم و اندوه از او میبارید و تغرغر دموعه، داشت گریه میکرد، میگفت که پروردگارا ربی عصیتک بلسانی ولو شئت و عزتک، تشکر رفیع جان، میگفت که پروردگارا با زبان خود من گناه کردم و به عزت و جلالت اگر تو میخواستی میتوانستی من رو چی بکنی؟ گنگ بکنی. و عصیتک ببصری، با چشمانم تو رو گناه کردم، ولو شئت و عزتک لاکمهمتنی، و عصیتک بسمی، من با چشمم گناه کردم میتونستی که منو کور بکنی. و عصیتک بسمعی ولو شئت و عزتک لاسممتنی، میگه که با گوشم گناه کردم میتونستی منو کر بکنی. و عصیتک بیدی، تا که میگه و عصیتک برجلی، با پایم گناه کردم.
و عصیتک به فرجی. اینجا چی میگه امام؟ میگه ای الهی من و عصیتک به فرجی، من با آلت تناسلی خودم گناه کردم. از هر کسی که فارسی و عربی میفهمه بیاد اینو ترجمه بکنه که امام جواد با آلت تناسلی چه گناهی کرده؟ یک مرد با آلت تناسلی چه گناهی میکنه؟ خب زنا میکنه دیگه. با دستش لمس کرده، با چشمش زنی رو دیده، با پاش به طرفش رفته، چون همه رو گفت نه، با گوشش صدای اون زن رو شنیده و در آخر چیکار کرده؟ با فرجش رفته زنا کرده. غیر از زنا چیزی دیگه مگر میشه با آلت تناسلی انجام داد؟ این امام شماست و حاشا و کلا که این امام شما باشه. اینها رو شما به خاطر این تهمت ها رو به اهل بیت میزنید که اسلام رو بدنام بکنید، اهل بیت رو بدنام بکنید. میگه من، امام میگه، نشون بده رفیع جان، و عصیتک بفرجی ولو شئت و عزتک لاقممتنی. میگه که با آلت تناسلی هم گناه کردم، اگر میتونستی منو عقیم میکردی، یعنی نازا میکردی، بچه به دنیا نمیتونستم بیارم. و عصیتک بجمیع جوارحی، به همه بدنم گناه کردم. برید، من همین روایت رو برید از کتاب فروع کافی بگیرید، در جلد 2 صفحه 184 ببرید پیش یک آخوند، بگو همینجا رو ترجمه بکنه برات که امام وقتی میگه که با فرجش گناه کرده یعنی چی کار کرده؟ غیر از زنا مگه میشه؟ پس تهمت زنا به امام اهل بیت. از این روایت ها متاسفانه کتاب های اینها پر است. میگن وقت تمام شده، اما من دو روایت دیگری رو هم اگر که لطف بکنن دوستان نشون بدم. تهمت زنا به فرزند حضرت علی در کتاب کافی صفحه بعدش، شناسنامش صفحه 120 فروع کافی جلد 7 میگه که حضرت علی با صدای بلندی ندا کرد که یا ایها الناس ان لله تبارک و تعالی عهد. میگه که عهدی است الان صفحه بعدی رو انشالله نشون خواهم داد، در اینجا که بر الله سبحانه و تعالی عهدی است که حد رو کسی جاری بکنه که بر او حدی نباشه. میگه کسی زنا کرده بود، یک اشکالی داشت و حضرت علی میخواست بر او حد جاری بکنه، گفت عهد این است که کسانی که بر اونا حد وجود داره، یعنی زنا کردن، اونا حاضر نشن. فانصرف الناس یومئذ کلهم، همه مردم رفتن، یعنی همه زناکار بودن. ما خلا امیر المؤمنین والحسن والحسین، غیر از امیر المؤمنین و حسن و حسین بقیه همه رفتن. فاقام هؤلاء الثلاثه علیها الحد یومئذ، اینها حد رو جاری کردن بر اون زن، یعنی سنگسارش کردن. و ما معهم غیرهم، و غیر از حسن و حسین و علی کسی دیگری نموند. قال و انصرف فیهم فی من انصرف یومئذ محمد ابن امیر المؤمنین، محمد پسر حضرت علی، محمد ابن علی یا به اسم محمد حنفیه که معروف است، چون همسری داشتن امام علی از بنی حنیفه و به خاطر همین محمد رو میگفتن محمد حنفیه. محمد فرزند علی علیه السلام از جمله کسانی بود که اون روز رفت و حد نزد. یعنی چی؟ یا که خودش ولد زنا بوده یا اینکه زنا کرده بوده، از این دو حالت خارج نیست. پس این تهمت به همسر امیر مومنان علی ابن ابی طالب و به فرزند ایشون، یعنی علی انقدر بی غیرت بوده که فرزندش همچین گناهی رو مرتکب شده یا مادر فرزندش و حضرت علی چیزی نگفته. به خاطر اینکه بیان فضائل حسن و حسین رو ثابت بکنن، زدن محمد ابن علی ابن ابی طالب رو زنازاده یا زناکار معرفی کردن. لعنت خدا بر این آباد. اینا اینگونه با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برخورد میکنن. من یعنی روایت های واقعا خیلی
روایت های جنسی خیلی خطرناکی در کتاب های اینا وجود داره. راستش نمیخوام بیشتر از این صحبت بکنم در این مورد. اگر جلوی خودشون رو گرفتن خوب، نگرفتن هفته آینده در شروع برنامه، من الان اینجا دقیقاً 25 فایل دیگه 26 فایل دیگه اینجا دارم، همه از کتابای خودشون در مورد تهمت‌های ناموسی که به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از طرف شیعیان زده شده. اگر معذرت خواهی کردن، جلوی خودشون رو گرفتن و اون پست هایی رو که در صفحاتشون گذاشتن در مورد این و کلمات رکیک و زشتی رو که شریفی ولد الزنا و یارانش در صفحه خودشون گذاشتن برداشتن، خوب. اگر بر نداشتن، هفته آینده هر هفته 5 روایت از این روایت هایی که مثل همین روایت ها ثابت میکنه در کتاب های اینا که اماماشون ولد الزنا بودن یا همسرای اماماشون زناکار بودن رو من خواهم خوند تا اگر واقعا اهل بیت رو دوست دارید آتیش بزنید این کتاباتون رو، بردارید این روایت ها رو، یا اینکه اقل شی ساکت بشینید، چون کسی که خونش از شیشه باشه به خونه کسی دیگه سنگ پرتاب نمیکنه. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.